السلام علیکم داملای شیرین سخن. اگر شب تاریک در خواب ترسناک یا ناخوب ببینید چی باید کرد؟ یعنی وقتی شما اگر شب در خواب یک خواب میبینید که یک دهشت شما را فرا میگیرد، یعنی یک خواب ترس، پیغمبر گفتن وقتی بیدار شدین با طرف چپ 3 بار آب دهانتان پرتایین، با طرف چپ که در اون موضع شیطان است میگوید، و این خواب ترسناک شما از حساب وی است در جانب همون چپتان 3 بار توف کنید، یعنی با بگیم سخنهای عادی امروزه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گویید در هر بار توف کردنتان، و بعد او پهلوی که خواب بدین پهلو را عوض کنید و خواب کنید. گفتم پیغمبر انشاءالله دیگر خواب ناخوب نمیبینید. دویم سوال، اگر سلام از آدمی راه دوری آورده شد آیا جواب اون نیز ضرور است؟ البته وقتی که از راه دوری ها به ما و شما سلام میارند، مثلا از دوشنبه هست، از مسکو است، سلام کسی را میارند، در اینجا فقهای ما و شما گفتن و علیهم و علیکم السلام باید جواب گفتن در کار، یعنی بر وی ها و بر شما سلام. وقتی سلام آوردن هم با همون سلام آورنده جواب میگوییم، هم به کسانی که از نام اونها به ما و شما سلام آوردن با اونها البته جواب سلام دادن. این حالت اگر ما جواب سلام نگردانیم ما و شما گناهکار میشویم. حدیثی هست که من یک جمله این برای شما بیان کرده بودم که حبیب خدا گفته بودند علی کل مسلم صدقتون. در روی دنیا اگر امروز میگویند 1.5 میلیارد مسلمان زندگی دارد، حبیب خدا میگوید بر گردن همه این 1.5 میلیارد مسلمان صدقه کردن واجب است. علی کل مسلم صدقتون، هر یک مسلمان باید صدقه کند، هر یک مسلمان باید که دستی با خیر داشته باشد. این سفارش حاجی نیست، سفارش مولوی نیست، سفارش یگان داملا نیست، این سفارش سردار همه اینها معلم ما محمد صلی الله علیه و سلم است. بر گردن هر یک مسلمان صدقه واجب است. علی کل مسلم صدقتون. شاید که در بین یک جمعیت زیاد حبیب خدا این صحبت کرد، یک نفر خیلی بیچاره، یک نفر خیلی ناداره از جای خود خیز گفت یا رسول الله این لم یجید، من شخصی هستم که فقط و فقط شاید برای شکم خودم، برای شکم عائلم و برای تأمین فرزندهام مال دارم خلاص. اگر به ذمه هر یک مسلمان صدقه واجب باشد و ضرور باشد من چیکار کنم؟ من ندارم. چگونه ای که امروز در جامعه ما و شما فقیرها وجود دارد، نادارها وجود دارد، چگونه ای که در عرفیت میگویند سواره پروای پیاده ندارد، امروز همچنان است. شرایط ما که خوب هست فکر میکنیم کم بغل وجود ندارد، شرایط ما که نقض است میگوییم نخواد که کم بغل وجود داشته باشد و الا وجود دارد. الحال ما تا مسجد ندار آمده در پیش ما چند نفر برای من یاردم کن، فقط اطراف مسجد. اینا کم بغل هستند. بیچاره از جاش خیز گفت حبیبی خدا نور چشم من میخواهم که صدقه کنم. من از زبان شیرین شما شنیدم فضیلت صدقه را، لیکن ندارم، این لم یجید، یافته نمیشه و چیکار کنم؟ حبیب خدا چی گفتن؟ یعمل بیدیه فینفع نفسه و یتصدع. حبیب خدا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. خداوند مرا برای چی بین شما فرستاد؟ پیغمبر خدا گفت
تا که من بر بندگان خدا جبر نکنم، تا که بالای بندگان خدا ظلم نیارم، تا که بالای بندگان خدا مشقت جاری نکنم. بلکه چیکار کنم؟ برای چی آمدم؟ میسرین، من آسان گیرنده آمدم. من میخواهم که بنده های خدا مشقت نیفتند، بنده های خدا از حساب ناداری و قرض و قواله و در بدر نیفتند. من برای این آمدم. حضرت چی گفتند؟ گفتند مادامی که ای امتی من نداری، کار کن. در یگان کارخانه رفته کار کن، زمین داشته باشی در زمینت کار کن، خواجگی نزد حولگی داری، نزد حولگی در کار کن. فینفع نفسه، آن چیزی که از زمین تو حاصل می شود، و یتصدق، برای جان خود صرفش کن. دقت کنین، این جمله بسیار جمله حل کننده ای هست. حبیب خدا نگفتند اچم داری نداری قرض کن، نگفت بچم اکو چیکار میکنی؟ شرایط همین است. همسایه کرد، وای خیشت کرد، داری نداری بچم هر راهی را که استفاده میبری کردن بگیر، ماشین تا فروش، خانه تا بفروش. اینا نگو حبیبی خدا. چی جمله حل کننده ای گفت؟ رو گفت ای بنده خدا، رو گفت تو آزاد، با دستات کار کن، در زمینت کار کن، در هر یک اداره کار داری کارتا کردن بگیر. آن مبلغ معاش که به دست تو از حساب مهنتت میآید، باید تصدق، در جان خودت صرفش کن. این هم صدقه است. گفت پیغمبر این هم صدقه است. این سخن پیغمبر است، این را هیچ کس رد کردن نمیتواند. افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالی و ينفقه على دابته و دینار ينفقه على اصحاب في سبيل الله و اعظمها اجرا الذي انفقته في عیالی. پیغمبر خدا گفتن شما پول دارین؟ گفت دینار. گفتن حبیب خدا امروز من میگویم در جای دینار سامانی. حبیب خدا گفت سامانی داری یا دلار داری یا دیگر نمودی پولها را داری؟ افضل ترین پیغمبر، افضل دینار، کدام سامانی از همه در سامانی افضل تر است؟ همان سامانیه که حبیب خدا گفتن که اگر انسان ينفقه على عیالی، زن و فرزند خودش اسیر کنه، افضل ترین سامانی، افضل ترین پول همان پوله که اگر گفت از همان پول زن او فرزند او سیر باشد، زن او فرزند او از خوراکه و از پوشاکه تامین باشد. این افضل ترین صدقه، افضل ترین دینار پیغمبر خدا بها دادن. دوم چی گفتن؟ دوم گفتن افضل ترین دینار همان دیناری هست که انسان ينفقه على دابتی، در اسبش، در خرش، در گاو، در گوسفند، در آن مالی که در خانه دارد یا ماشینی که برای خدمت دارد، در همون وقت تأمین میکند. اینم پیغمبر خدا گفتن افضل ترین پول، افضل ترین سامانی انا همین سامانی هست. سوم چی گفتن؟ و ينفقه الرجل على اصحابه فی سبیل الله. باز گفتن افضل ترین سامانی، گفتن پیغمبر همون سامانی هست، همون پولی هست که اگر انسان در رفیقی را میبیند که بیچاره شرایط ندارد، بیمار است، میدهد میگه رو طبابت کن. رفیقی هست بیزن است، دستش میرسد رو زن بگیر. رفیقی هست میاد مراجعت میکند مادرم بیمار است، برای مادری او میدهد. یعنی افضل ترین سامانی پیغمبر گفت همان سامانی هست که انسان برای رفیقش صرف میکند، برای رفیقش. لیکن اعظمها اجرا، لیکن گفت بزرگترینش کدام است؟
هر وقتایی که مرد بر زن و فرزندی خودش صرف میکنه. این حبیب خدا گفتن افضل ترین دینار، افضل ترین خیر انا همون خیری هست که انسان برای زن و فرزندی خودش تأمین کنه. من برای چی اینقدر تاکیدن گفته ایستادم؟ زیرا که امروز شما مالهاتان در راههای بیهوده صرف میکنید، لیکن زن و فرزند شما از مال شما برخوردار نمیشود. زنهای شما شکایت دارد، فرزندهای شما شکایت دارد، لیکن شما مال و پولهاتان در راه دیگر صرف دارین. شما مالهاتان در راه حرام صرف دارین، لیکن رحم به فرزندت به زنت نداری. حبیب خدا میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. حدیث صحیح است، حدیث متفق علیه است. کفایت کننده است برای انسان از روی گناه، یعنی اینقدر گناه برای تو بسنده است که تو را دوزخ برند. ان یضیع من یقود، اگر حق زن و فرزندت در راه نامناسب صرف کنی، همین گناه گو برای تو بس است. حبیب خدا را ببینید تاکید چه ندارم. گفت مرد ندارم. ای حبیب خدا ندارم. تو نداری گو رو کار کن برای جان خودت، برای تربیه فرزندت، برای تأمین زنت صرف کن. همین هم گفت صدقه هست. ابدأ بنفسك فتصدق علی فإن فضول شيء فلأهلك فإن فضول عن أهلك شيء فلذي قرابتك. حبیب خدا میگه اولین پولی که در دست شما میگذارد، جوانای عزیز، امروز الحمدلله شما تاجر شدین، امروز الحمدلله که شما پول به دست شدین. مبادایی که اولین پولی که در دست شما میگذارد، مبادای در دست یکی از شما $100 می افتد، $500 می افتد، $1000 می افتد. حبیب خدا راهنمایی دارد. همین پول چیکار کنی؟ میگه ابدأ بنفسک، رو بازار میگه آن لباسی که برای خودت معقول است برای جسد خودت بخر. از همان سر پول رو لباسات خوب کن، تاقی خوب بخر. خب لباسات تامین کردی، بیا به خانه، عائلت بگیر، فرزندهات بگیر، رو برای اونها هم لباسی خوب بخر، برای فرزندات کتاب بخر، سمکه بخر. رو در دستت میرسد بهترین مکتب دا بگذارش، تحصیل کردن بگیره. حبیب خدا گفت الکه تمام شد، یعنی سومی که در دستی تو بود الکه شکم اخت سیر کرد، لباس تا تامین کرد، زن تا سیر کردی، فرزندات تا تامین کردی، فلی اهلی کرد، اهل تا تامین کردی، فلیزی قرابتک، تقه داری، عمکی داری، خاله داری، عمه داری، کش تبارت خبر بگیر. رو از این مال و ملکت کش قومیت یاردم کردن بگیر. حبیب خدا گفت مبادایی که از اینها هم که پول زیادی کرد، این زمان چیکار کن؟ فها کذا و ها کذا. انا مرحمت گفت مرد میدان شو، دیگر هر طرفی که مثال کار خیری که است صرف میکنی، صرف کردن بگیر. افسوس که امروز، افسوس که همان رحم و انصاف چی در پیشواها ما نمانده است، چی در مردم ما نمانده است. اگر تا زمانی که ما با یک برادر ما رحم نداشته باشیم، تا یک زمانی که برادر ما و شما با کم خراجاتی اگر دلالت نکنیم، باور کنین ایمان ما و شما کامل نیست. ایمان ما و شما کامل نیست. این ایمانداری نیست که من یک برادرم شرایطش نرسد مجبورش کنم که اکل خیلی داری نداری کردن بگیر و رفته از بری بالا نشینم و بهترین طعام ها و همون گوشت بلند برداشته خایدن بگیرم. همین انصاف است؟ این انصاف نیست. یک قصه از دوره صحابه پیغمبر رحمت تماشا کنین، مهربانی و دلسوزی را تماشا کنین و از این قصه ها را شنیدن پس چق نکنین، بلکه عبرت گیرین. اینا برای عبرتن. یکی از صحابه پیغمبر میگه جنگ یرموک شروع شد. بچه عمکو میگه در همین جنگ اشتراک داشت. وقتی جنگ اتمام یافت، تمام شد، یک مشکی آب گرفتم و به میدان جنگ رفتم. گفتم شاید بچه عمکم در هر جایی که باشد تشنه است، از همین آب برخوردارش میکنم. میگن میدان جنگ رفتم، میرم میگه در یک گوشه بچه عمکم یردار است
خیلی جراحت وزنی میبرداشته است و در نزع جان است. و اون نزدیک شدم، آب نشان دادم، اشاره کردم آب می نوشی؟ اون نزدیک بیار آب می نوشم. وقتی نزدیکی او آوردم تا بلب همین بچه عمکم رسیدن که از پهلوش یک مسلمان دیگر که اونم جراحت برداشتگی بود و بلند آواز داد آب. میگد این بچه عمکم وقتی صدای او را شنید به من اشاره کرد پیشی وی را گفت، در حالتی که خود حضرت جراحت وزنین داشت، خودش تشنه بود، گفت پهلوم دا برگفت. وقتی میگد پیشی وی رفتم نگاه میکنم هشام ابن ابی العاص است و نزد زبان او نزدیک آوردمش که آب که از پهلوش یک برادر دیگر فریاد زد آب. میگد هشام به من اشاره کرد نزدی وی را گفت. وقتی به پیشی وی تا رسیدم گفت که جان وی الکی از بدنش جدا شد. آمدم پیش هشام که الکی جان به حق تسلیم کرده است. آمدم پیش عمکم که بچه عمک بم جان به حق تسلیم کرده است. مهربانی را بگیر. در یک حالت خیلی مشکلات حضرت آب ننوشیدن، به دلالت به امرش کردن، به رفیقش کردن. برای چی؟ این برای که المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یخونوه ولا یکذبوه ولا یحقروه. حبیب خدا میگوید مسلمان برادر مسلمان است. همه شما مسلمان الحمدلله. الها در همینجا مردمی هست که پهلو با پهلو نشستیم با یکدیگرتون قهری هستیم. چگونه مسلمانی است؟ در پهلو یکدیگر نشستگی هستیم، بیرون میبرین یکدیگر را سیاه میکنین، غیبت میکنین. این چگونه مسلمانی هست؟ حبیب خدا گفته ایستاده است مسلمان برادری مسلمان است. دروغ نمیگوید مسلمان مسلمان است. خیانت نمیکند مسلمان مسلمان است. بی قدر نمیکند مسلمان مسلمان است. خیانت نمیکند مسلمان مسلمان است. بی رحمی نمیکند مسلمان نسبتی مسلمان. این رحم انصاف باید که ما در وجود ما راه دهیم. این رحم انصاف از اسلام است. برای چی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ برای چی؟ به نام آن پروردگاری که رحمان و رحیم است، بخشنده است، بخشنده است، مهربان است، غمخوار بندگانش است. مادام پروردگار که غمخوار ما باشد، چرا ما غمخوار نباشیم؟ چرا غم یکدیگر ما نخوریم؟ در دوام چی گفتند؟ در دوام گفتند فَإِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. ای حبیب خدا، مادامی که با دستهام کار کردن نتوانستم در زمینو، مادامی که همین عمل انجام ندادم، چیکار کنم؟ حضرت چی گفتن؟ قال تعین ذا الحاجة الملهوف. مادامی گفت اگر قوه کاری نداشته باشی، یا مادامی که تو اگر از عهده کار نبرایی، یا مادامی که اگر تو آنقدر مبلغ نمیابی که حتی شکم خودت و زن و فرزندت تامین کنی، چیکار کن؟ گفت تعین ذا الحاجة الملهوف. اگر میبینی یک موی سفید که خیلی مانده شده است، یا یک مادر خیلی مانده شده است، در دستشان بار است، یا یک کار دارن بیچاره از عهده کار نمیبرن، رفته اونها را یاردم کن. این هم صدقه است. گفت پیغمبر این آداب الله که از بین جوانان قریب که گم شده است. کم از آن جوانی که اگر یک همسایه‌ای که موی سفید داشته باشد، یا یک مادری پیرانسال باشد، از او پرسان کند ماما یگان خدمت داری، بابا یگان خدمت داری؟ اینا هیچ جوان نمیگوید. حبیب خدا دلالت دارد اگر کدام انسانی که پول دادن نمیتواند، خیر کردن نمیتواند، یک آدم رفته دست شگیرد، یک آدم خدمت انجام دهد، این هم گفت صدقه در راه الله است. صدقه معنای را ندارد که ما خون کنیم. صدقه معنای را ندارد که ما گاو غلطانده کشیم یا دیگر مالها را ذبح کنیم. حبیب خدا میگه احب صدقه الی الله تبارک و تعالی، دوست داشته ترین صدقه به سوی پروردگار چی است؟ قول الحق. حتی یک سخن راست گفتن این بهترین صدقه به سوی الله است. وقتی آدم راستگو باشد،
حتی راست قولی را پیغمبر گفت محبوب ترین صدقه به سوی پروردگار است. در دوام این مرد باز پیغمبر سوال کرد ارایت این لم یستطیع، ای پیغمبری خدا اگر مبادا یک موی سفید یاردم نکردم یا یک مادر پیرم یاردم نکردم نتوانستم، باز چی دلالت داری؟ قال یأمر بالمعروف او الخیر. پیغمبری خدا گفتن مادامی گفت بچم گفت پول نداری که خیر احسان کنی، مادامی که گفت قوت نداری یک کس یاردم کنی یا در زمین کار کردن توانستی، با مردم امر معروف کن، مردم به صحبت خیر کن، با سخن خوش با مردم صحبت کن. این هم گفت صدقه در راه الله است. این جوان در آخر چی گفتن؟ ارایت این لم یفعل یا رسول الله، اگر گوی پیغمبری خدا اگر نتانم گپی خوب گفته چی؟ اگر امر معروف کردن نتوانم، مثل بعضی از برادرایی که امروز دل خراشند، بعضی از برادرایی که امروز زبان خوش ندارند، فقط در زبان آزار، فقط دشنام، فقط تحقیر، و اگر زبان هم باشد چی؟ حضرت چی گفتند؟ یمسک عن الشر فانها صدقه. بهترین جمله ها، بهترین توصیه ها، کو گوشه که اینها را گوش کند، کو دلی که اینها را قبول سازد تا که نیکبختی و دنیا و آخرت او را یار شود. کجاست همون گوش؟ کجاست همون دل؟ ای حبیبی خدا اگر نتوانستم زبان خوشخط مردم صحبت کردن نتوانستم، فقط کارم غیبت باشد چی؟ حالا امروز مردها از زنها گذرانیدن در غیبت، هر جامعه را غیبت، هر جامعه را فلانی را فلان کس فلان گپ گفت. ایزا نمی کشی؟ شرم نمی داری؟ از خدا نمی ترسی؟ شب معراج این افسانه نیست. شبی که پیغمبری خدا رخصتی شدن، دعوتنامه داشتن، به نزد الله رفتند. وقتی نزد الله رفتند، حبیبی خدا میگد لما عرج بی مررت باقوام لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیش یک قومی گذشتم، خیلی قومی کلام بود، شاید 1000 نفر، شاید 100,000 نفر. چی وظیفه داشتند؟ ناخونهای دراز دراز از میس پروردگار با آنها تیار کردگی بود. با این ناخونها با دست خودشان چیکار میکرد این قوم؟ همین چهره روی که گوشتی ملایم دارد همین را میخراشید و میغلطانید. این روی دلهای ملایمی که داشت اینها را خونشار میکردند. باز اینها برقرار میشدند، باز اینها سر میکردند. در بدن یک سوزن بزن، درد سوزن تصور کن. نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن؟ حضرت میگوید قوت یک سوزن نداری، از آتش دوزخ نمی ترسی؟ این کندن روی و خراشیدن بالای سینه کاری آسان نیست. حبیب خدا غمگین شدن. من هم یا جبرائیل. شاید حبیب خدا گریه هم کرده باشند. اینها کیها باشند که در این قدر عذاب سخت گرفتارند؟ حضرت جبرائیل چی گفتند؟ هم یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. حبیب خدا گفت اینها کسانی بودند در دنیا که دو عیب داشتند، دو جنایت داشتند. یکم این که هر جایی که یک برادرش خلوت که میافت و غیبتش میکرد. هر وقتایی که یک برادرش اگر در حضورشان نباشد در حال غیبت در حق او سر میکردند. اینا گو یک جنایت همین بود. دویم جنایت همین بود که یقعون فی اعراضهم، میخواستن قدر و قیمت یک برادرشون را پست سازند. در هر جا او را هر گونه تحقیر و هر گونه تهمت میکردند. چگونه ای که امروز بعضی تهمت ها در راست ماست. کمتر از خدا ترسید.
کمتر از خدا بترسین. آن صحبتی که من برای شما میکنم باوری دارم که اگر همین صحبتی مرا ناریخته و ناچینده در کدام اداره نباشد، در کدام شخص نباشد رسانید، انشاءالله من باوری دارم برای من صدها مکافات روان میکنن. لیکن افسوس که شما سخنی درست نمیرسانید، افسوس که شما سخن خوب نمیرسانید، افسوس که این غمخواری های ما را در حق خودتان نمیرسانید، بلکه شما برعکس میرسانید. حضرت گفتن دو جنایت داشتن، یکی یکدیگر را چیکار میکردن؟ غیبت میکردن. دوم یکدیگر را قدر قیمتش که در پنهانی میافتن و او را قدر قیمتش پس میکردن. حبیب خدا گفت از سوی این مرد که سوال داد اگر نتوانم امر معروف و سخن خوب گفتن نتوانم چیکار کنم؟ یمسک عن الشر فانها صدقه. پیغمبر خدا گفت از بدی و بخیلی و بدگفتاری باز ایست، این هم برای تو صدقه هست. سخن خوب نمیدانی، امر معروف نمیدانی گفت، مادام ندانی گفت، از تحقیر یک برادرت باز ایست، از دشنام باز ایست، از غیبت باز ایست، برادرت دشنام نکن، این هم برای تو صدقه هست. این است تفسیر حدیثی پیغمبری خدا. هر کدام ما و شما از این حدیث، از این صحبت باید که خلاصه برآوریم. رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوت خانه گور، و او قرآن به هم آنجا درآید، به طاق جانبی سر می برآید. درآید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. شود همراه او از جانبی راست، دلاسا می کند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. نجات یابد از هر سختی گور، چراغان است گوری او پر از نور. رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوت خانه گور، و او قرآن به هم آنجا درآید، به طاق جانبی سر می برآید. درآید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. شود همراه او از جانبی راست، دلاسا می کند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. نجات یابد از هر سختی گور، چراغان است گوری او پر از نور. بکن جهد ای پسر در حاصل نور، منور تا بگردد خانه گور. حضرت جنونی را خدا رحمت کند در این مصرع‌های شعری چی میگوید؟ وقتی مؤمن، وقتی شما این دار فانی را ترک میکنین و به دار باقی خانه قبر که میروین، تمام این طاعت‌های شما، تمام عبادت‌های شما، تمام خیر احسان شما را در یک تاقچه از بالای سر از جانب راستی شما برای حفاظت شما باز می‌ایستاده‌اند، شما را محافظت می‌کند، دلاسا می‌کند به هر خواه. سوالهای کرامن کاتبین را، دهد آنجا جوابی با یقین را. وقتی سوال می شود ای بنده خدا در دنیا چه عمل انجام دادی؟ نماز تو گواهی می دهد من نمازش هستم، روزه تو گواهی می دهد من روزه او هستم، پول و مال تو گواهی می دهد من پول و مال این بودم که در راه خیر مرا صرف کرد. حضرت مولوی میگه بکن جهد ای پسر در حاصل نور، بگردد تا منور خانه گور. جهد کن، کوشش کن، صرف کن تا که پشیمان نشوی، تا که خانت خانه گورت منور شود، مثل همین مسجد واری روشن باشد. در دنیا مهنت کن، زحمت کش، خیر و احسان کن، انشاءالله خانه گوری تا هم آباد است. این از البته به البته آن چیزی که ما از خیر احسان میخواهیم بهر شما رسانیم. برای بندگان خدا مشکلات نیاریم، بگذارین هر یک بنده خدا آن مقداری که دارد همان مقدار خودش صرف کند بس است.
ما از او زیاد طلب نکنیم. در عرفیت ما و شما مثل‌هایی داریم، از کرپت پات زیاد دراز نکن. همون کرپه‌ای که داری از همون کرپه پات درازتر دراز نکن، یعنی با قد کرپت پات دراز کن. از کرپه که با پاکی بیرون قیامت پایها شما میدانید که او در کدام حالت قرار میگیرند. مقصد که هر یک آیتی که خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها را باید شعار ما و شما کنیم. هیچ بنده ما تکلیف نمیتون مگر قد قوتش. از قوت زیاد زور نزنید. برادرای عزیز، کسی از قوت زیاد زور زد میگه میانش میشکند. میان شکستن این است که ما و شما قرضدار میشویم، ما و شما طلبنده میشویم، ما و شما روزگارمان بسیار بی برکات میشود. بیایید سخن خدا را گیریم، بیایید سخن پیغمبر خدا را قبول کنیم تا که ما و شما در دنیا آسوده زندگی کنیم، تا که همون زن و فرزند ما و شما از ما راضی باشند، تا که همون نانی که ما و شما زیادی میدیم راحت مردم میبیند، همراه راحت زن و فرزند ما بینند. به نهایت نیک میشود، به نهایت خوب میشود. خواست من هم همین است. این خواست من نیست، این خواست الله است و این خواست رسول اوست. افسوس که همین صحبت هایی که من برای بیچاره‌ها و نادارها کرده ایستاده‌ام که اگر پیام جناب عالی را گوش کرده باشین، همون جمع اشاره کرد آدم های دارا مردم های بیچاره و فقیر را یاردم کنین، یتیم ها را یاردم کنین. ما یاردم تان میکنیم، لیکن شما به قدر این صحبت ها نمیرسید. چنان باز خیر احسانی که از طرف آدم فقیر می شود بعض دولتدار و یک کرده نمیتواند، بعض دولتدار عاجز می آید. امروز مسابقه شده است، امروز خیر احسان طرف ریا را گرفته است. می بیند همسایه بهتر کرد باید از او را بهتر کنه. من از او چی کمی دارم؟ تو کمی زیاد داری، تو مال نداری، تو پول نداری، تو رفتی درآمد نداری، تو کمبودیات خیلی زیاد است. افسوس که کمبودی در خودت نمیبینی. پیغمبر خدا میگن من تصدق یرائی فقط اشرک. کسی که اگر صدقه میکند نه از برای خدا، فقط برای نشان دادن، او شرک به الله آورده است. از شرک خدا نجات دهید، از شرک پرهیز کنید. این است موضوع صدقه ما و شما. این مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته. حبیب خدا میگوید وقتی بنده مؤمن از دنیا میگذرد، وقتی در خانه قبر که خواب میکند، تمام دیگر وی نه نیکی کرده میتواند نه بدی کرده میتواند. نامه اعمالش پوشیده میشود تا روز قیامت، مگر چند طایفه را نامه اعمالشان کشاده هست. در قبرم که باشد خوش به حالشان. اینا کیها باشند؟ کار کنین از همین طایفه باشین. علما نشره، کسی که علم اسلام در بین مردم منتشر میکند، تمام مردم از اسلام خبردار میکند. یکی علم حق را، علمهای باطله و مسئله های نادرستنی که امروز باعث فتنه و باعث اختلاف شدند. علم حق، مسئله درست، حدیث صحیح پیغمبر در بین مردم آن کسانی که منتشر میکنند، اینها اگرچه در قبر خوابم که باشند نامه اعمالشان در ثواب رفته ایستاده است. علما نشره او ولدا صالحا ترکه. دویم گروش کدام است؟ کسی که در دنیا فرزندی خوب باقی میماند و میرود، فرزندی سالم، فرزندی صالح، فرزندی نمازخوان، فرزندی خداگو، فرزندی خدا ترس، فرزندی که فایدهش چی در اسلام و چی در این جمعیت میرسیدگی، دختری با حیا، دختری خدا ترس باقی میماند و میرود. اگرچه در خوابم پدرش خوابم که در قبر باشد، این عملهای نیکی فرزندش در نامه اعمال پدر و مادرش رفته ایستاده است. او مصحفا ورثه، خوش به حال او پولدارهایی که برای طالب علما قرآن میخرند. کسی که در دنیا از پس خودش یک قرآن میراث میماند و به خانه قبر میرود، تا وقتی قرآن او را یک برادر میخواند، ثواب هر یک حرفی او در خداوند
حسنات در نامه اعمال اون انسان می نویسند. او مسجد بناهو، آن برادرانی که امروز ما را کمک کردن مسجد بنا کردیم، اونها هم اگرچه در قبر خواب میکنن، لیکن این یاردم اونها، این مسجد ساخته اونها، ثوابش در نامه اعمالشان می رود. من بنا لله مسجدا بنا الله له قصرا فی الجنه. کسی در دنیا اگر یک مسجد بنا کرد، خداوند چنان قصر برای او میدهد که اگر وی نرخ کنی شاید که عددها کمی میکند، وی نرخش دیگر حساب ندارد. اون قصر که خدا برای شما میدهد چنان بلند هست، میگوید قصر که حتی انسان تصور میکنه که ستاره در پیشش است. اینقدر قصر بلند خدا برای آن کسانی که در دنیا مسجد بنا میکنند نصیبشان میگرداند. او بیتا لابن السبیل بناهو، دیگر طایفش کدام است؟ کسی که در حالت زندگیش یک مهمانخانه برای مردمی که مسافر میشوند بنا میکنند. تا حال من نشنیدم که یگان نفر پیدا شده باشد یک مهمانخانه برای مسافرها بی پول تأمین کرده باشد و همون بخشیده باشد که همین برای مسافرها. تا حال من نشنیدم. شاید که بعد این صحبت یگان برادر مالدار باشد که همین مهمانخانه را رخصت گیرد از حکومت دارا و در یک جا بنا کند، یک مسافرخانه برای آدمایی که از بیرون آیند دیگر در بدر نشوند، خانه به خانه نشوند، همان مسافرخانه در رفته خواب کنند. یا امروز در شهر ما و شما سیر میکنیم، هست برادرایی که شرایط دارند لیکن شاید از همین ثواب درک نداشته باشند، یک حاجت خانه در همین شهر با طریق حاضر زمان رفته تیار کنند. یک حاجت خانه، جای همون نشستش، جای برای طهارتش، همون جا یک بیناش تیار کنند، ساز کنند و حتی همان یک آدمی که در همون جا میگذارند به معاش و علاقه مثال درآمد خود چه مییابد، در همون جا نشسته و خدمت همین مردم کند. خوب ثواب است، خوب ثوابی کلان است. یا یک برادر پیدا شود یک تالار برای مشق همین بچه ها تیار کند، مخصوص یک تالار تیار کند برای دویدن، برای گوشتین گرفتن یا برای دیگر نمودهایی که برای جسم انسان، برای بدن آدم آب تاب دادن تیار کند، برای بچه های ما و شما تسلیم کند. اینا همه ثواب دارند. یا امروز من میدانم چندین وکیل ها در این مسجد من اشتراک میکنند. خوب میشد از همون برادرهای همون اطراف پول جمع میکردند و برای بهبودی همون محلشان، چه آوردن آب، چه آوردن گاز، چه تعمیر همون راههایی که در همون محله ها دارند، بهترین ثواب است. ثواب است. او نهرا اجراهو، دیگر طایفه کی است؟ دیگر طایفه همون طایفه ای که نهرا اجراهو یک چاه میکند، یعنی یک آب را میارد به یک محله. این هم از کسانی هست که در قبر خواب است و این تربه هایی که کشیده در خانه های ما و شما راست کرده است، ثوابش در نامه اعمالش رفته ایستاده است. در آخر چی گفتند؟ او صدقه اخرجها من ماله فی صحته و حیاته تلحقه من بعد موته. آخران گفتند کسی که در حال صحتیش، در حالت داراییش، در حالتی که قدرت دارد، در حالتی که بالای ملکش خودش خود جایین است، در همون حالت وقتی که از مال خودش یک سامان هم که باشد برارد دهد، این برای او بهتر است از اوزی که از بعد او خیر احسان میکند. لا یتصدق المرء فی حیاته بدرهم خیر له من ان یتصدق ب100 عند موته. پیغمبر خدا میگوید انسان وقتی میمرد 100 سامانی از پشت او صدقه میکنند، از اون دگو افضلتر و ثوابتر در یک سامانی هست که انسان در حال حیاتش به دست خودش خیر کند. مرحمت اگر کدام میخواهید، از کدام طایفه اینها باشین، خوش به حالتان. پولها را خدا دادستان، این پولها را بیهوده نداده است. اینا حکمت دارند. این پول نداد که شما مغرور شوین، این پول نداد که شما سرکش شوین، این پول نداد برای شما که دخترهای مردم از زنا کنین،
این پول برای شما نداد که حرام کرده های خدا را خریده و در حلق مردم ریزید. این پول برای داد که شما بنده های خدا را یاردم کنید. این پول داد که شما راحت این پول بینید، راحت دنیا را ببینید، لذت دنیا را بچشید. لیکن برادرها تا و خواهرها تا و امروز باور که برادر به دولت است، دادرش کم بغل است، یاردمش نمیکنه. چند برادر اولی خطا آمدگی است در من، چند برادر شکایت دارد که برادرم صاحب نصاب است، زکات میدهد، در ما نه بلکه مردم میدهد، ما را نمیدهد. تا این اندازه صله رحم نمانده است. جوان پولدار است، پدر و مادرش گرسنه است. جوان مالدار است، برادر خواهر و اپش داد گفته گشته ایستاده، بی پول بی مال. دادر چیکار دارد؟ روزی دراز مست است، روزی دراز مال در راه نادرست صرف میکند. یقین دانید که این مال عاقبت ندارد. پولی که در راه نادرست که صرف شد، عاقبت آن ذاتی که داد و در حال از تو میگیرد. کم بغل میشوی، نادار میشوی، بعدا طعنت میکنن زمانی که داشتی یاردم ما نکردی، اکو امروز که نداری خوب شدی گفته، همچنان ما و شما را طعنه میکنن. برای همین این پولهامان و مالهامان اگر در راه درست صرف کنیم، انشاءالله ثواب خیلی زایدی را ما و شما میگیریم. یا حتی که اگر ما و شما، حدیث پیغمبر یاد آمد، ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه انسان او طیر او بهیمه، حبیب خدا چی میگوید؟ الا کان له صدقه. اگر کدام انسان یک درخت میشیناند یا در یک زمین زراعت میکند، گندم میپاشد، زغیر میپاشد، حبیب خدا را حدیث مبارکش تماشا کنید. حضرت گفتند از برای او گفت در همین درخت ها و در همین زراعتش صدقه هست. شما می توانید دادرای عزیز، کدامید که در همون گویم همون زمین هایی که نزد حولی تان دارین، همون ها در درخت شینانید، اینم کاری ثواب است. اگرچنده که باغ کردن کاری هر کس نیست، اگرچنده اینم خیلی بگیم یک فضل کلانی است که خدا به هر کس نمیدهد، لیکن به هر حال شما بنده های خدا هستین. توصیه پیغمبر آن همین است که حتی که اگر شما یک درخت شینانین، اینم برای شما در نزد پروردگار ثواب است. حتی میگوید بین اگر از میوه همون انسان میخورد، حیوان میخورد، پرنده ها میخورد، اینم برای شما ثواب است. گفت حتی انسان، در حدیث دیگر میاد، حتی انسانی که اگر از چشم تو پنهانی آمده از همون میوه های درختی تو چیند، هم در هر یک دانه میوه پروردگار برای تو 10 ثواب میدهد. حتی میدزدن از باغ دزدن هم تو را خداوند ثواب میدهد. اینم عملی خیلی خیر است، اینم شما از دست ندهید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش دارم که با سوال من جواب گردانید. میگویند که تخم، نان یا شیر را فروختن درست نیست، درست است یا نه؟ اینا همش یک گپای بیهوده است. امروز همه فروخته ایستاده است. تخم هم میفروشن، نان هم میفروشن، شیر هم میفروشن. اینا چرا نادرست است فروختنش؟ حتی شما در خانه هاتان هم که اگر گاوی جوشایی داشته باشید، اگر زیاتی میکردگی باشد یا دسترس باشی، میلش یک مقدارش برای خودت بگیر، یک مقدار دیگرش در همسایت به پول تقسیم کن. انشاءالله جوان مردی از ثواب است. لیکن اگر همو انسان، اگر همین شیری که دارد همو هم که در همسایه فروشدم، اینجا گناهگار نمی شود. اون مهنتش است. وای گاو خریده است، وای گاو تربیت میکند، این پول میگیرد با در یک بهبودی خواجگی صرف میکند، این گناه نیست. یا مرغ داشته باشین و مرغ میفروشین، تخمش میفروشین، این حق شما است، جایز است. یا مثل برادرایی که امروز آرد میخرن و نان میپزن و نان میفروشن، البته جایز است. تجارت هیچ جای گناهگاری ندارد. در همسایه هم که فروشین درست است، لیکن اگر شرایطاتون میرسیدگی با دولت باشین، میلش این حالت اگر در همسایه تقسیم کنین، خوش به حالتان، خوش به حالتان.
اینم یک حق همسایگی همین است که شما مهر و شفقت داشته باشین، یکدیگرتان را دوست داشته باشید. سوال ها را به نهایت دراز بد می نویسیم. همین فقط برای من وصف حاجت نیست، من گفته بدم. باور که من اون وصفی که در همین خط ها شما میکنید من قسم نمیخورم، لیکن باور که ارزنده همین وصف من نیستم. ما از همین وصف ها، از این صفت ها خالی هستیم. ما باور کنین از پسترین نمازخانه که در همین مسجد ما هست، باور کنین من از او دا باور که پستر هستم. هیچگاه ما صفتی بلند نداریم، وصفی بلند نداریم. ما را وصف نکنین. میلش دوست می‌دارین، خدا شما را دوست دارد، من هم شما را دوست می‌دارم. خدای مهربان همه شما را نجات دهد، همه شما را خدا نگه دارد. لیکن فقط همین سوال بنویسیم بس. میلش در بالاش السلام علیکم داملای عزیز با که ندارد. در یکم دویمان چند سوالی داری، سوال تا نویساندن بگیر، وصف ننویسین. اینجا در نویساندن خیلی آورده آخرش گفته است کدام ملای بده است اینجا نامشم ذکر شده است، از کجا بدنشم ذکر شده است، من اینا را نمیخوانم. فقط گفته است که در همین مسجد ما فقط نامهای همین وهابی و دیگر ذکر شدن میگیرد. آیا همین ها بس نیست؟ وهابی ها گمراه هستند، از قفای آنها نماز نخوانید و دیگر. حاجی میرزای عزیز التماس یگان چیز عاید این بگوید. راستی گپ از این کلمه وهابی نه گوشهایمان آرام شده بود. آیا گفته های این ملا یگان حقیقتی دارد؟ یعنی هست البته انسان هایی که با همو کلمه های وهابی و با همو کلمه های نادرست در بین مردم افشا میکنند، در بین مردم میرسانند. برادرای عزیز، امروز این فضل الله بود. این ده همه ما و شما شکرانه کنیم و قوه به نهایت زیاد صرف کرده جناب عالی بود که امروز ما و شما به وحدت رسیدیم، ما و شما آرامی را به دست آوردیم. از این آرامی در نعمت کلان و قیمت به خدا قسم وجود ندارد. همین سبب آرامی است که شما آمده در نزد من میشینید، آمده در این مسجد که شاده میبینید، همه این سبب آرامی هست. بیا بس کنیم. کسی چیزی بود نبود، همه این ما و شما با گذشته گفتیم کلان تلا صلوات. بیا یک دیگر را سیاه نکنید. بین همین وضعیتی که خدا برای ما و شما موافقش آورده است، اینقدر یک دیگر فهمی ها داریم، محبت داریم. الحمدلله امروز پیشروی ها داریم در همین تاجیکستان. امروز روز به روز دسترخوان ما و شما بای شده ایستاده است، می شود الحمدلله. فقط شما دعا کنید. بین همین آرامی را از دست ندهیم. بین یک جای ما و شما همه یک دیگر ما دوست داریم. ازبکیم، تاجیکیم، کدام ملت نباشیم، یک دیگر ما دوست داریم، یک دیگر ما حرمت کنیم. در یک محله زندگی داریم، در معرکه یک دیگر مراسم های مرده و خرسندیمان یک جایه هستیم. بیاین یک دیگر را احترام کنیم. همه من کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میگوییم. او شما مسلمان هستیم، چی در کار؟ اون ملا این تری است، وای آمیش این تری است، وای مشتفید این تری است. از اینا ما و شما زبان ما بند کنیم، ان شاء الله عاقبت ما بخیر می شود. و الا همچنان اغوا انداختن گیریم، یک دیگر را سیاه کردن گیریم. همین جامعه ای که خیلی خدا را شکر زیبا و آرام است، همین از دست ما و شما میدهیم. پسان وای میگوییم، پسان داد میگوییم، باور کن دیگر فایده ما ندارد. و ما و شما یک بار مصیبت زده هستیم که یک بار این نارامی ها را دیدیم که آخی همیش بس برای ما و شما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان، خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین یا رب العالمین. خب انشاءالله جمعه آینده اینجا برادرایی که یاردم ها کردن نام هاشون میخوانیم. برای وقتم الکی وقت کمی گذشتگی هست و جمعه آینده انشاءالله خیامون سوال و جواب ها را مگر میگیم که به سوال و جواب این جمعه نرسیدیم. این صدقه خیلی موضوع مهم است. همین قدر من الحال یعنی تمام خیر احسان ها را جابجا کردن در قوت ندارم، لیکن من همین قدر به شما رسانیدم که کدامش در شما ثواب میگیرین، کدامش در شما ثواب نمیگیرین، تا که فهمین که اسلام بالای هیچ کدام مسلمان جبر ندارد، ظلم ندارد. اسلام همه ما و شما را
فقط و فقط از روی شرایط طلب میکند. شرایطت هست مرحمت، شرایط نداری زور نزن، شرایط نداری قرض نکن. این دستور قرآن و دستور احادیث های پیغمبر است. مرحمت از اون بگیم. یک اعلان است برای همه مهمان هایی که مسجد حضور دارند، اینکه انشاءالله این سخن مرا میشنوند. از این همه مهمان ها یک خواهش است که یعنی اگر اولا همش خوش آمدن، خدای مهربان شما را نگه دارد. من میدونم که خیلی اخلاص زیاد و محبت زیاد به مسجد دارند و دین اسلام دارند. خداوند پای قدم شما را مبارک بگرداند و انشاءالله ما قوت چند مهمان گذراندن هم داریم. شرایطش خدا را شکر همش در اینجا مهیا کردگی هستند. یعنی از آمدن مهمان ما همه وقت خرسند هستیم، غمگین نمیشیم، زیرا این حدیث پیغمبر است: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هر کسی ایمانی بر خدا و ایمانی بر روز قیامت دارد باید مهمان احترام کند. از این خاطر ما به قدر مهمان ها البته میرسیم، لیکن اگر خوب میشد که مثال هر کدام شما در هر جایی که هست، اینجا برادرای از قرغان تیپه هم هست، از یاوان هم هست، از حصار هم هست، از دوشنبه هم هست، اگر هم نفرهای زیاده که مثال هستین شما، اگر در همون محله هایی که هستین ما را تکلیف کنین، ما پیش شما بیاییم. شما یعنی به اینجا را آمدن در این قدر خراجات ها و این قدر زحمت ها را بسیار خوب میشود که باور که ما در اونجا باشیم. این برای من بهتر است و این برای ما خوبتر است. زیرا الحال شما هم میدونین که شهر کولاب قریب 4-5 معرکه دارد تا ماه سپتامبر. 4-5 معرکه های خیلی کلانی و سیاسی دارد. از این خاطر بهتر و خوبترش همین است که همین مهمان هایی که هستند، مخلص هایی که هستند، خداوند شما را نگه دارد. باز میگویم که چقدر که شما به ما محبت دارین، ما هم به خدا قسم به شما محبت داریم. لیکن فقط شما از اونجا طلب کنین کدامت به تلفن من 62 96 58 62 96 58 همین قدر شما همین را تکلیف کنین که ما در فلان محله هستیم. من اکثر وقت مادر ما خبرگیری دوشنبه میرم، هر جایی که باشین شما ما پیشتون میام. من یگانی تا سرکشی و مثال گردن هوایی ندارم. کدام محله ده باشین همین راه های دور التماس از اونجا به اینجا آمدن ده مرا خود ما تکلیف کنین، من میبیام برای که همین معرکه ها البته گذرن تمام شوند. بعدا انشاءالله باز ما و شما رفت و آمد ما دوام دادن میگیریم. 62 96 58 فراموش نکنین. سوالتان میغلطد مراجعت داریم، به ما مراجعت کنین. داملای عزیز و داملای عزیز، اول و آخر از خدای واجب الوجود و بعداً از جمیع مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده ایستاده اند، دریغ نداره. در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال، برای بهبود کردن زندگی هشان، خدای مهربان سفرهاشون را به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و
و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت‌های کاسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسنده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کاسیت را ما بررسی میبریم. و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخازآباد، از مسجد ملا عمر. اینجا یک شعر این برادر ملا عمر یعنی کتابت کردن از ناحیه کلخازآباد که این ما بهر شما خوانیم، میلش میخوانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج میشود انشاءالله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا. جز مهر خدا کی بود مهر دیگر، کی یاد کسی کند به جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدری، بشکست کلاه و قدح و کوزگری. خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگری. البته این خدا رحمت کند این برادر ملا عمر، بسیار یک یعنی شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد. یعنی شعری که اگر اون مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردن، خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کند. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمیع گذشتگان و مشکلی دارم دعا کنید، در نگهبان خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مراد که داشته باشد حاصل بگرداند. اگر گذشته باشد خدا رحمت مغفرتش بگرداند و این مشکلاتی که این بنده تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج. حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین، باید که باید تازه نگه بداریم، پاکیزه نگه بداریم. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن، چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم میآید، شاید نیم گرم میآید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکه میمانند دراز.
همینها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع؟ حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی میماند. این را قضع میگویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس میکردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلیدی بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یعنی که امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباسی شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود شخص. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین دخترتانه که سرتراش ها را میارین ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسک ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها در شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همین دنبی هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعت مثال
غلیظ و پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که آخه از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی، استقامت کننده کشلاک مهنت آباد خواجگی سفرف ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشم ها به دیدار شما موفق نشده ایستاده‌ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان و جمیع مشکلات هاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فتنه در کار باشد میدهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون ده افضل و بهتر باشد، این صورت ده از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد. در نماز شما طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضلالی ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاهی بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است، باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند. اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان
افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد، با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت، یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان، لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد، گفت خانم گفت فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت، چی شرمندگی. این خانم چی گفتند؟ گفتند دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید، گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمتی دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدا گفت مادام اینقدر تولا و زاره داری، من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که
طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب می‌یابد وای ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد وای لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد وای چیکار میکنه؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کردن نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد آنها مهیا هست، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد، وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کسیت حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت و ناخوب وقتی دست میزند، فرزندی او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند چی بچه تولد میسی خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگر باشند، از اون دیگه تو فرزندی خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یک قوت میدهد، زمین و یک میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم حضرت دامولا، درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصان مرده شده سخن میگویند، سیر آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شویی هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید
من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادر مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مردشوی های هستند که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد وی را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد، تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقل تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقل تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مردشوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگوید خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعصم خدا رحمت و مغفرت کند، چه یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند. حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدند، یک کمپیر آمدند نزد حاتم اعصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعصم در آمدند، اعصم گفته عرب ها کر میگویند، این لقب حاتم اعصم همین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که همین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدند، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینو شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد. دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کند. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خواب بود، کمپیرم خواب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عملی مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون با مردم معامله کردند.
و همان گوش شنوای خود باز در بین مردم آشکار کرده. این از حق برادری. شرط نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست. یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنند چی کمبودی ها در اولادهای شما هست. شرط نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستند، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداده است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. به نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است: بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند. این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادت هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادت هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جامه‌مان باید که بازی نکنیم. دستهای ما و شما زیر ناف بسته، چشمهای ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد. انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اصم باز میخواهم یک قصهش یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسند که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدت می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من میگذشت. و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیروی حاتم اصم باشیم، باید پیروی دوستان خدا باشیم، باید پیروی ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذات میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم، نزد ذات هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ویشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. من نزد آن ذات هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه.
کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدن، گفتن ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتن، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کنه صوفی الله را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ای ساده ای، لیکن دل این نمازی تو را تصدیق ندارد. دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دلمان در سیر است. این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در سبحه زبان در یاد، این چنین بندگی. دست در سبحه زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست. میگه ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرونی تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت غضبناک شدن، گفتند این چه طاعت چه بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت در مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چه بناهای زیبایی می سازیم، حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ان یقعد علی القبر و یقصص ان یبنى علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است. وی در حق مرده های شما، اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن رختی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادری من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است. اسراف در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خدا، خواه ساعتی خدا، خواه بیلی خدا، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که بابای آدم محتاج است، اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست، لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وی در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وی در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود.
بین در قبر حتی در لحد خیشت پخته را ماندن مکروه است میگویند. برای به خیشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید میگد، فقط همان توده خاکلایی که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشوند، نابود نشوند. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنید. صوفی حضرت مولوی جنونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فانتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگوید مشو در مذهب ظاهر پرستان، با باطن کوش بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگد پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوالهای زیاد ماند، همین آخران سوال میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی میرزا اکای داملا. یک گروه از زنان پیدا شدند که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند. آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگویند که من 20 سامانی دا مرده تو را خوب میگذرانم. میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان است، پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگوید لقنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله، لا اله الا الله گویید. فقط اینا در نزد مرده هاتون خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشان به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همان در حالت جانکنی بر دهان تو می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موتم همین چی کار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتن، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدن که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون؟ آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتن با آب چشم
با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب میکند خدا شما را با این و اشار الی لسان، اشاره به سوی زبانشان کردن، گفتن اگر با این زبان شما چیزی بگویید انا اینجا شما گناهکار میشوید. با گریه کردن شما گناهکار نمیشوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبری بما نیح علی، مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم، ما دیگر چگونه زندگی کنیم، حال ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن، زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ او خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد فریاد میزند مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهکار میشوید. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زنهاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که به مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زنی شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهکار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزید. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر مادر دعا کند. نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر مادر فرزند دلش میسوزد، او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کارکنی آمده است. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. پیغمبر خدا فرمودند ای بندگان خدا، پروردگار شما زنده است، هرگز نمیرد، کریم است، رحیم است، غفار است، ستار است. با این قدر عظمتیش یستحی من عبده، از این مخلوقات خود، از این بندگان خود حیا میکند، شرم میدارد. زمانی که
دستهای ما برداشته می شود و زمانی که این را ما به چهره‌های خود می مالیم، اگر این دستها خالی برگردند، این ذات می گوید من شرم می دارم، شرم می دارم که دست بندگان من، درخواست بندگان من حل نشود، اجرا نشود. کرم بین، لطف پروردگار. سعدی بزرگوار میگوید ای بندگان خدا، این پروردگاری که قدرتش همتا و انتها ندارد، نظر کنین، با کرم اون ذات نظر کنین. کرم بین، لطف پروردگار. گناه بنده کرده است، او شرمسار. گناه را بنده میکند، بی حیایی را بنده میکند، فسق و فسادی را بنده میکند، افلاسی ها را بنده میکند، از سحر تا بیگاه گناه میکند، شرم نمیکند، حیا نمیکند. لکن آن ذات باز از این دستهای خالی ما و شما شرم میکرده است. یا ملائکتی اینی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری. پروردگار میداند که بندگان او به جز او فریادرس، دادرس دیگر ندارند. میگوید ای جمع ملائک آگاه باشید که این بندگان من اگر چندی که دلهای در غفلت آلوده هم که داشته باشند، اگر چندی که پروا هم که نداشته باشند، اگر چندی که تا او حد عقل اونها نرسد، من به اونها آشکار میکنم که بجز من دیگر تکیهگاه ندارم. تمام امید اونها را، تمام آرزوهای اونها را من میبرارم، همه مشکلات های اونها را من شاده میکنم. از این خاطر ما و شما به جانب آن پروردگاری که از خالی برگشتن دستهای ما که حیا میکرده است، ما به جانب او ذات دست میبرداریم و دعا میکنیم اللهم انا نسألك علما نافعا و رزقا حلالا طیبا و عملا متقبلا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشعا و شفاء من كل داء. پروردگارا، اولا همچو انسان ما را در روی دنیا آفریدی، مسئلت داریم که ما را از علم دنیوی و از علم اخروی برخوردار بگردان. خدایا از ما عالم زمانه تیار بگردان و خدایا تمام فرزندهای ما را هم از هر دو علم، چه علم دنیوی باشد چه علم اخروی باشد، خدایا آگاهشان بگردان و این علمی که بر ما نصیب میگردانی خدایا چنان علم باشد که با این علم ما هم اسلام تو را روشن کنیم و هم جمعیتمان را آباد بگردانیم. و خدای مهربان، زبانهای ما را یاد کننده ذکر خودت بگردان، دلهای ما را ترساننده به سوی خودت بگردان و بدنهای ما در پروردگار شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. از هر گونه زخم زنگالها بدنهای ما را پاکیزه نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و من عمل لا يرفع و من دعاء لا يسمع و من قلب لا يخشع و من لسان لا يذكر و من بطن لا يشبع. خدای مهربان، علمی که برای حیله باشد،
علمی را برای تله و تاراج مردم باشد، علم اسلامی که در وجود کسی باشد و خیانتی در اسلام کند، خدایا از اون گونه علم ما را نگه بدار. پروردگارا هیچگاه ما را با اون آرزوی باطله نرسان و خدای مهربان زبانهای ما را اگر ذکری تو را نگویند لالش بگردان، دلهایی که ترسننده نباشند به سوی تو پناه طلب میکنیم، شکمبی که اصلا سیل نشود پروردگار را به سوی تو پناه طلب میکنیم و خدایا جمعیت ما را آباد بگردان، خدایا مسجدهای ما را زیاد بگردان، آبادیهای مسجد باز هم فراوان بگردان، عالمهای ما را در هر مکانی که باشند خدمت کننده هم جمعیت دنیوی هم اخرویشان بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. عن عثمان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت عثمان داماد پیغمبر خدا، شهید، نفری که دو دختر پیغمبری خدا قطع زندگی کردگی، نفری که قرآن را در زمان خلافت خودش جمع کرد، نفری که رسول اکرم گفتند ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان اینقدر انفاق کردی، اینقدر نفقه کردی، اینقدر تو مسلمان ها را کمک و یاردم کردی که تو واجب الجنت شدی. از عشره مبشره، از 10 یار بهشتی یکی عثمان بود. میگوید بهترین شما ای مردم مسلمان، اگر در مسجد ما و شما 1000 یا 2000 نفر جمع شود، از بین ما و شما بهترین او را پیغمبری خدا کی را اعلام کرد؟ کسی که تعلم القرآن، قرآن را می آموزد، از قرآن تعلیم می گیرد، آیه های پروردگار را می خواند و از معنای او آگاه می شود. و علمه، بعد آنی که خودش خواند، خودش از لذت او استفاده برد، باز فرزندهای خدا، باز دخترهای خدا، باز همسایه و رفیقان خدا از این کتاب بهره‌مند می‌گرداند، از این کتاب برخوردار می‌گرداند. بهترین بین ما و شما انا همان نفر است. ابو سعید خدری چی میگوید؟ میگوید پیغمبر خدا گفتند یقول رب تبارک و تعال من شغله القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. خداوند گفته بود است اگر یک توده مردم ذکر مرا میکند، الله اکبر میگوید، سبحان الله میگوید، یا یک گروه مردم دستهای برداشته دارند ساعتها از من دعا طلب میکنند، لکن یک نفری در پیش او قرآن کشاده است و قرآن میخواند، من بر این بنده قرآن خوان خود از آن دعاها و ذکرهایی که آن گروه میکند از اون دیده زیاد نعمتش میتون.
آن دعایی که اونها کرده ایستادند 10 چندی او را من به قرآن خوان نصیب میگردانم. فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقی. پیغمبر خدا گفتند زیرا فضل کلام پروردگار نسبت همه کلام های دنیا بین فضل بین خدا و بنده هست. کلام پروردگار، سخن پروردگار، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. انا همان کتابی که خدا میگوید در سخن خدا بودن، در کلام پروردگار بودن لا ریب فیه، شک نیست. این قرآن از نزد پروردگار آمده است. قرآنی که امروز شاید که 70% همین جمعیت ما خواندش نتواند، شاید از اون دم زیادتر. فقط امروز ما و شما با یک قند گفتن دهان شیرین کردیم و خلاص. امروز ذوق قرآن خوانی نداریم. ساعت نمیابیم که پیش یک برادر رفته و تعلیم قرآن گیری، نمیابی وقت. لیکن برای جمع کردن دنیا اگر سالها لازم باشد وقت میابیم. یکی برای خواندن حرف قرآن، برای نگاه کردن ورقهای قرآن شما وقت نمیابیم که در هر حرف او 10 نیکی خدا دادگی است. 10 نیکی در هر حرفش. من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه الحسنه بعشرة امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. پیغمبر خدا میگوید هر حرف قرآن حسنات دارد. حسنات او هر حرفش با 10 ضرب می شود. من نمیگویم که الف لام میم این اگرچند یک کلمه باشد نمیگویم که 10 ثواب دارد، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب، میم 10 ثواب، 30 ثواب در یک الف لام میم گفتن تو خدا میتن. اینقدر نیکی، اینقدر اجر سبک، افسوس که از دست ما و شما رفته ایستاده است. جوانای عزیز و برادرای عزیز و پدرهای مهربان، باید که ما و شما از این نعمت برخوردار شویم. باید که تمام مردم ما و شما قرآن خوان باشند. شما وقتی زیارت حج میرین گشته میآیین افسوس میخورین که میبینیم کودکم قرآن خوان است، دخترم قرآن خوان است، کمپیرها هم قرآن خوان است، موی سفیدها هم قرآن خوان است. از ما باشد کسی قرآن در دستش داشته نمیتواند، نمیداند طرف راستش کدام طرف است، طرف چپش کدام طرف است. افسوس میخورین خلاص. یکی از دوستان خدا را پرسیدن، پیغمبر خدا گفته بود است اطلب العلم من المهد الى اللحد، طلب کنید علم را از گهواره تا به گور. آیا کسی که پیرانسال باشد برای او طلب کردن علم هم شرط است؟ اون حضرت گفتن اگر انتظاری می رود که وی حیات دارد باید که علم بیاموزد. می ارزد که وی حیات دارد، انتظاری دارد که وی حیات ببیند، یعنی عمرش باقی هست، باید که علم بیاموزد. من برای چی این حدیث های پیغمبر در باب فضیلت قرآن در آغاز صحبتم به گوش شما رسانیدم؟ زیرا که امروز موضوعی که من برای شما سخنرانی میکنم در باب فضیلت علم است و فضیلت عالم هاست. انا در همین قرآن که خواندن او اینقدر ثواب است، این قرآن که
پیغمبر خدا گفتند ان الله لا یرفع بهذا الكتاب قوما و یضع به آخرین. این قرآن چنان کتابی هست که بعضی از شما را بلند میبردارد، بعضی از شما را خار میکند. کسانی را بلند میبردارد که به قرآن محبت دارد، قرآن را دوست می‌دارد، قرآن را بوسه می‌کند، قرآن را در دیده ها می‌مالد، ورق‌های او را صحیفه صحیفه زده می‌خواند و با گفته‌هایی که در قرآن است با او عمل می‌کند. خداوند این گونه بندگان درجات چون بلند می‌کند. و یضع به آخرین. خدا پیغمبر خدا میگوید لیکن کسانی را این قرآن خار می‌کند که آنها دشمن قرآن هستند. آنها مبارزه میبرند که این قرآن از ذهن مردم دور شود، از خاندان مردم دور شود. کسانی که قدرت و شرایطی یاد گرفتن قرآن دارند لکن قرآن نمی آموزند. قرآن در روز قیامت برای کسانی که همه شرایط برای آنها آماده بود و نخواندن بالای آنها شکایت میکند. شما باید که قرآن هر سحر خوانین و دعا کنین که پروردگارا این قرآن مقدس را برای من در روز قیامت شفاعت کننده بگردان. در همین قرآن 6666 آیت است. 6666 جمله هست و این قرآن از 114 سوره عبارت است. 114 سوره در داخل قرآن وجود دارد. اولش از سوره فاتحه آغاز می شود، آخرش به سوره ناس انجام می یابد. این قرآنی که در دوام 23 سال و پیغمبر ما و شما آمده رسید که حضرت خدیجه میگوید که پیغمبر خدا وقتی که خوابهای زیاد میدید آخر به خلاصه آمد که باید که در یک گوشه تنها نشیند و غار حرا را برای خودش اختیار کرد که حاجیان این غار را رفته میبینند. در همین غار حرا حبیب خدا نشسته بود که به ناگاه جبرائیل به مثل یک پرنده که پایان می شود به نزد حبیب خدا به سپارش پروردگار پایان شد. آمد و با حبیب خدا سلام رسانید و او را برای پیغمبریش تبریک کرد و اعلام کرد که ای محمد از این روز اعتباراً تو پیغمبر هستی و من جبرائیل هستم. آن چیزی که من میگویم تکرار کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. محمد اقرأ، بخوان به نام پروردگارت. حبیب خدا که مدرسه نخوانده بود و قرآن بر این آگاه است، در دست خود قلم نگرفته بود، گفتن ای جبرائیل ما انا بقارئ، من خواننده نیستم، من خط و سواد ندارم. این معجزه الهی است. برای چی از بین نادانان، برای چی یک نفری را که قلم در دست نگرفته بود، خط و سواد نداشت و یا پیغمبر ساخت؟ برای چی؟ برای که این دشمنهایی که امروز بالای مسلمان هاست اینها ساعتش نیاین و گوین که محمد پیشکی تعلیم داشت، پیشکی خواننده بود، پیشکی دانا بود، این قرآن و این دین از پیش خود برآورده است تا که دشمنها تحقیر نکنند. حبیب خدا گفتن ای جبرائیل من خواننده نیستم،
من نمیتوانم. دوم بار امر کرد اقرأ، خوان. گفت ای محمد. رسول اکرم باز جواب گفتن من خواننده نیستم، من نمیتوانم بخوانم. سوم بار جبرائیل میگوید در کنار خود محمد را داشت و چنان فشرد که بدن مبارک حبیب خدا دردمند شد و او را کشاد. گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خوان. گفت به نام پروردگارت. حبیب خدا زبانش کشاده شد و حبیب خدا به خواندن در آمد. از بین 114 سوره اولین سوره که بر رسول اکرم نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان نزول شد. مکتبها میخواندیم، مکتبهای میانه را همه شما خواندگی هستین. در تمام مکتبهای دنیا سابق شوروی ما و شما یک شعار بود، خوانید خوانید باز خوانید. به نهایت کلمه زیبا، چه کلمه تأثیر بخشه. افسوس که در زیر او شخص نویسنده شده بود که چی در دین اسلام، چی در دین نصرانی، چی در تمام ادیان روی دنیا با قلم سیاه نام او نویسنده شده است. زیرا که این سخن او نبود. این کلمات سخن خداست. این خدا میگوید خوانید خوانید باز خوانید. این سخن خداست. اون نفر ارزنده نبود که این کلمات با زبان خود تکرار کند، زیرا وی در بودن خدا اعتقاد نداشت. از این معلوم شد که اولین کلماتی که با تمام مردم مسلمان، با تمام مردم عالم اعلان شد این اقرأ بود، بخوان. چه کلمه زیبایی هست. اگر ما و شما این کلمات ها را، این جمله ها را اگر به جان و دل قبول سازیم. پیغمبر خدا میگوید اطلب العلم بالسین فإن طلب العلم فریضة علی کل مسلم. کسانی که پیرو من هستند، رسول اکرم میگوید، کسانی که بنده خدا هستند، کسانی که میگویند که قرآن کتاب ماست، طلب کنید علم را، اگر چنده که در شهر خیتای باشد، ولو بالسینی، اگر چنده بین مدینه و بین خیتای چند هزار کیلومتر هست. رسول اکرم پیروای خدا خبر داده ایستاده است اگر استادان شما، اگر خیرتمندهای شما، اگر عالمهای شما در شهر خیتای هم که باشد سفر کنید، سفر کنید. مقصد از طلب کردن علم در نظریه من و از روی این حدیث هم علم دنیوی است هم علم اخروی است. اینجا من استثناء نمی کنم که فقط شما برای خواندن قرآن و برای خواندن مختصر و برای خواندن هدایه و شرح الوقایه از شهر بیرون شوید، بلکه برای دیگر علمها را به دست آوردن هم باید که این خانه را ترک کنید و شما شهر به شهر شوید. افسوس که برای من یک جوان که متخصص است، بسیار متخصص خوب است، وای میگوید که این کسبی که من یاد گرفتم، ملای محله من گفت که این کسبی که تو آموختی کسب خوب است، لیکن مادامی که استاد تو از ملت روس است، این کسب تو برای تو برکت نمی آورد.
وای بیچاره تعمیر همین ماشین های ما و شما را میکند. وای در روسیه رفته و این علم از خود کرده است. افسوس که همون ملا بیچاره خودش ماشین نداشته است، و الا در پیش این گونه اوستا 1000 گونه خم میشد که ماشین مرا تیار کن. اون حالت ده نمیگو که پیری تو غیر اسلامی بود. این همه این نافهمی هاست. من دوست می‌دارم که این جوانهایی که امروز شما از خانه بیرون میشوین کاری کنین که فقط یک همه کار شما برای شما فایده آور است. حتی امروز جوانهایی که میان غیشت میگذارن، باور کن همونم کسب است، همونم اختصاص است و دیگر کسبهایی که در اون دولت هاست. شما آموزین، اونها را استفاده برین. اگرچه استاد شما هم شود میلش این گناهی نیست. وقتی رسول اکرم از مدینه به مکه مکرمه هجرت میکردند، چه یک حالت وزنی بود. 3 روز پیغمبری خدا در غار ثور پنهان بودند. اگر وی دشمنها می داشتند چه عذابهای برای او آماده کرده بودند. با ابوبکر صدیق در غار پنهان بود. وقتی از غار برآمد راه مدینه را نمیدانست کجاست. برای خود یک راهنمای گرفت، یک آدمی که راه را نشان دهد. وای کی بود؟ عبدالله ابن عریقت بود. وای مشرک بود، وای مشرک بود. وای پیغمبر خدا برای آنکه وای دانا بود، وای راه را میدانست، برای اجر معین کرد، پول داد و برای اینها راه را نشان دادند. برای همین اگر علم در کجایی که باشد شما رفته طلب کنید، علم از خود کنید. علم برای شما شرف است. علم این بلندترین مرتبه است. پیغمبر خدا میگوید بازم این بلندترین مرتبه بودنش در ذمه همه شما فرض است که باید که صاحب علم باشید. همه شما باید صاحب علم باشید. جوانای عزیز، من بسیارتر از شما دائم در هر برنامه و در هر گوشه که نشینم دوست می‌دارم. اگر شما خواهید که دعای نیکی ما مشرف شوید، اگر خواهید که ما از شما خوشنود شویم، باور کنید من دوست می‌دارم که شما در دانشکده‌های عالی تعلیم گیرید. فقط در خیال شما یک مدرسه های اسلامی نباشد. اگر دوست می‌دارم که شما در دانشکده‌های عالی تعلیم گیرید. فقط در خیال شما یک مدرسه های اسلامی نباشد. اگرچند خواندن علم اسلام هم این وظیفه اولین درجه ما و شماست. ما و شما باید که از علم اسلام هم درکدار باشیم، از علم دنیوی هم درکدار باشیم. زیرا هر دی این علم ها علم خداست. هم علم دنیویش هم علم اسلامیش علم خدا هستند. اینها رفعت آدمی به علم بود. شاعر میگوید رفعت آدمی به علم بود. هر کی را علم بیش رفعت بیش. قیمت هر کسی به دانش اوست، ساز افزون با علم قیمت خیش. حضرت گفتن رفعت آدمی به علم بود. این آدم‌هایی که در بین شما صاحب مرتبه هستند، آدم‌هایی که در بین شما صاحب عزت هستند، آدم‌هایی که ما و شما میریم دکان اونها را یا حجره اونها را تق تق قدم می‌درایم پیش اونها با اجازت، اون رفعت از کجا یافتند؟ اون درجات از کجا یافتند؟ از علم داشتن یافتند. علم دارند. علم که دارند ما و شما محتاجیم، به اونها مراجعت میکنیم، دروازه اونها را تق تق میکنیم. اگر اجازت دهند میدرایم، اگر گویند جواب، باز ما و شما پس میگردیم. رفعت آدمی به علم بود. رفعتش، بلند مرتبگیش، درجاتش، قدرش، عزتش، شاعر میگه از روی علم داشتنش است. هر کی را علم بیش رفعت بیش. هر کسی را که میبینین که
مرتبه او بلند است، درجاتش بلند است، احترامش در بین مردم زیاد است. تصور کنین و یقین دانین که علمی وی بلند است. علم که بلند شد، رفعت هم بلند شدن میگیرد. در دوام چی گفتند؟ گفتند اگر خواهین شما که رفعت شما بلند شود، قدر شما بلند شود، شما پیوسته با علم باشید و درجات خودتان با علم بلند کنید، قیمت خودتان با علم بلند کنید. در اصل امروز آدم‌هایی که علم دارند قیمت دیگر دارند، آدمانی که بی علمند قیمت دیگر دارند. شاعر میگوید به دانایان دم ارزد جهانی، به آدم دانا، به معلم خوب، با آدم باسواد دم ارزد جهانی. یک دم نشستن 5 دقیقه، 1 دقیقه نشستن ارزد جهانی. ارزش دنیا را دارد به آدم دانا نشستن، به آدم با علم نشستن. برای از وی بهره زیاد میگیری، از او فایده زیاد میگیری، از او بسیار انسان برکت مییابد. به دانایان دم ارزد جهانی، نیارزد 100 سری نادان بنانی. 100 سری نادان شاعر میگوید به یک تکنان نمی ارزد. اگر 100 سری نادان برند و گویند که همین قیمتش چند است، آدم خردمند چی میگوید؟ میگوید یک نان قدر ندارد، یک نان قدر ندارد 100 سری آدم نادان. بین درجات علم بینین، قدر علم بینین. امروز شما بازار میرین، در وقت خریدن یگان اشیا نظر میکنین مال کجاست. وقتی میگوین این مال یابانی است یا مال امریکایی است یا مال ترکیه هست، شما تلاش دارید برای وی مال بهترین است، برای وی مال خوب است، برای در او متخصصای خوب وی برآوردن. در هر چیزی که اگر خوب پروگرامه های بسیار داشته باشد، ما و شما در او تلاش داریم. و از کجا آمد؟ و با علم آمد. علم اون طرف زیادتر بوده است، کوشش اونها زیادتر بوده است. حالا که تعلیمات اسلامی ما و شما را وادار میکند که باید ما و شما هم با علم باشیم، بی علم نباشیم. پیغمبر خدا چی میگوید؟ طلب العلم ساعتا خیر من قیام لیلة و طلب العلم یوما خیر من صیام 3 اشهر. حدیث پیغمبر تصور کنین. جوانایی که چی در دانشکده های عالی میخوانین، چی در مکتب ها میخوانین، چی جوانهایی که در مدرسه های اسلامی میخوانند، پیغمبر خدا برای شما چی یک بشارت خوبی را خبر داد. 1 ساعتی که شما در طلب علم می نشینین، 1 ساعت، مثال شما اگر در یک روز 5 درس داشته باشین در مکتب هاتون، یا اینکه دانشکده های عالی که 6 پر و 7 پر امروز درس میخوانند، یا مدرسه های اسلامی که اگر 5 ساعت و 6 ساعت درس داشته باشند، رسول اکرم میگوید 1 ساعت این بهتر است از این که از شب تا به روز نماز بخوانی. 1 ساعتش. تصور کن که اگر تو در درس های مکتبی اشتراک کنی، امروز جوانای عزیز در ما به نهایت اخلاص زیاد که دارند و مسجد که دوست می دارند و انشاءالله جوانها از مسجد آمدن ضرر نمی کنند. مسجدم این یک خانه هست که آداب شما را بهتر میکند، اخلاق شما را بهتر میکند، آینده شما را نیک میکند. اونا میگویند که دوست می‌داریم که حتی در همین روزهای جمعه اشتراک کنیم. افسوس که برای ما مادام ساعتهای درس است اشتراک کردن نمیتونیم. ما دائم جواب گفتیم و جواب میگوییم دادر عزیز، اگر در یک روز جمعه تو 5 ساعت خوانی، تصور کن که تو 5 شب زنده‌داری کردی، 5 شب تا بروز تو نماز خواندی. وقتی گوشهای تو به سوی معلم است و سخن معلم گوش می اندازی، اون وظیفه را آمده در خانه تیار میکنی، این برای آینده تو نیک است. این آینده تو را چیکار میکند؟
رسول اکرم میگوید خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس. بهترین شما ای جوانها، بهترین شما ای پدرها آن کسی هست که فایدهش در مردم برسد. بدترین شما کسی هست که ضرری او در مردم میرسد. امروز اگر یک طبیب تاجیکی ما و شما وقتی نزد او میرویم و او ما را معالجه میکند، ما را طبابت میکند، آیا وای بهترین مردم نیست؟ زیرا وای نفع رسان است، وای فایده رسان در جمعیت ما است. اگر همون داملایی که بیمار میشود، اگر این گونه طبیبهای مسلمان تاجیکی خودمان وجود نداشته باشد، وای در کجا طبابت میکند؟ وای چگونه طبابت میکند؟ امروز احتیاج داره. پیغمبر خدا گفته اگر میخواهید که شما بهترین مردم شوید، کاری کنید که فایده شما به مردم رسد. فایده شما در حالتی میرسد که این گونه اگر اختصاص ها را و شما متخصص میشوید، شما رفته عمر خود 5 سال و 10 سال در هر ملکی که نباشد برای یاردم همین جامعه ما و شما، برای یاردم همین مردم مسلمان ما و شما صرف میکنید، انشاءالله شما خیلی ثواب زیاد میگیرید. مولای رومی هم خدا رحمت کند میگوید آدمیت چیست؟ خود را دور. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفع بیزر داشتن. این آدمیت چیست؟ این آدمیت ما و شما باشیم، همه ای که اگر چشم و دهان و بیش و بینی و گوش داشته باشد، اگر همین مثل آدم که باشد میگویم آدم است. لیکن اون عزیزان خدا اگر چنده که جسد آدمی هم که داشته باشد او را حکم به آدم نمیدهند تا زمانی که اگر وی خیرخواه خلق نباشد، تا وقتی که اگر فایده آور باشد و ضرر رسان نباشد، تا اون زمان وی آدم نمیگویند. طلب العلم ساعتا خیر من قیام لیلة. 1 ساعت طلب علم بهتر بود از یک شبی که تا به روز تو نماز میخوانی. تصور کن اگر از ساعت 10 بیگاه تا ساعت 6 که صبح میدمد 8 ساعت تو بالای جای نماز میخوانی، از اون ده اجر چی زیاد بود است؟ اجر 1 ساعت طلب کردن علم. 1 ساعت. در دوامش پیغمبر میگوید و طلب العلم یوما. اگر تو ای جوان، ای برادر مسلمان، اگر 1 روز در طلب علم باشی، 1 روز سحر تا بیگاه اگر طلب علم کرده باشی، خیر من صیام 3 اشهر. پیغمبر میگوید که این در ثواب بهتر است از نفری که 3 ماه روزه دار باشد. 3 ماه روزه آسان است؟ روزه گرفتن چی کاری مشکل است؟ 3 ماه روزه برابر است با 1 روزی که تو طلب علم میکنی. 1 روزش اگر خدا تو را توفیق بده تو رفته مثال دانشکده ها را 5 سالی خوانی، تو تصور کن 5 سال 1 روزش 1 سال خودش 360 روز است. در هر روز تو 3 ماه روزه را به دست میاری. حساب کن این عدد ندارد دیگر. این قدر ثواب زیاده خدا برای تو نصیب میکند. پیغمبر خدا میگوید فضل العلم احب الی من فضل العباده. از عبادت نفلی دیده گفت پیغمبر برای من فضیلت طلب کردن علم بهتر است. من علم را دوست می‌دارم از او که شما در عبادت‌های نافله، در عبادت‌های زیادتی دست می‌زنید. از اون من دوست می‌دارم که شما طلب علم کنید. اگر شما طلب علم کنید، شما را هیچ دشمن‌ها استفاده برده نمی‌توانند. اگر شما باسواد باشید، شما را هیچ کس استفاده برده نمی‌تواند. افسوس که در هر بلا و در هر آفتی که ما و شما میزنیم از حساب جهل ما و شماست، از حساب نادانی ما و شماست. رسول اکرم میگوید الایمان عریان. ایمان، همین ایمانی که ما و شما داریم، این عریان است، برهنه است. میگوید یعنی یک مثل بدن لوچ است، لباس ندارد. فلباسه التقوی و زینته الحیا و ثمرته العلم. پیغمبر خدا میگه انا همین ایمان، برای این ایمان میگه لباس در کار،
زینت در کار و میوه در کار. لباسش تقواست گفتن پیغمبر. لباس ایمان تقواست. تقوا چی است؟ خدا ترسی است. در هر حالت از خدا ترسیدن است. حضرت عایشه صدیقه میگوید بار در خانه کعبه بودم، نگاه کردم که یک مرد بالای گردن یک مرد سوار است و طواف خانه کعبه دارد. در حیرت ماندم این کی باشد که بالای گردنی این بنده مؤمن سوار است. وقتی پرسان کردم آیا این بیمار است که بالای گردن مؤمن سوار شده است و طواف خانه کعبه میکند؟ میگوید مریدان او، همشریکان او خبر دادند که نه. گفتند این مرد بسیار خدا ترس است، بسیار خدا ترس کی است، دل وی مانده شده است، بدن او ضعیف شده است. عایشه صدیقه گفتند آگاه باشید، کسی که خدا ترس باشد من برای شما گفت خصلت‌های او را خبر میدهم. خدا ترس گفت عمر فرزند خطاب است، وی در بین ما ترساننده از خداست. گفت که نظر کنیم به جسد او، آیا جسد او ضعیف است؟ آیا دل وی شکسته است؟ وی وقتی قدم میزند چی به سرعت قدم میزند؟ حضرت عایشه صدیقه گفتند ترس خدا آدم با غیرت میکند، آدم با قوت میکند، آدم ضعیف نمیکند، دل آدم نمیشکند. وقتی انسان باز چی میشود؟ خدا ترس میشود. حضرت علی که یکی از دوستداران خود، یکی از پیروان خود که به نام کمیل بود، میگوید باره با او میگوید سفر کردند و آخر در یک منزلگاه رسیدند، در یک قبرستان رسیدند. حضرت علی میگوید به جانب قبرستان نگاه کردند و چی گفتند؟ گفتند ای مردمی که در این قبرستان خوابیده هستید، خبر ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید، خانه های شما صاحب یافتند، زنهای شما شوهر کردند، یتیمان شما سرگردان شدند، مالهای شما در بین مردم تقسیم شد. بعد یک مدت کمیل میگوید علی بازگشته گفت ای مردم گورستان، آیا خبری شما بر ما چیست؟ ما خبری شما را بر شما دادیم، خبری شما بر ما چیست؟ یک دم میگوید ایستاد که از گورستان صدایی نمی آید، خاموشی. حضرت گفتند ای کمیل، گفتند به خدا قسم اگر خداوند با این اهل گورستان زبان میداد، هر آینه اونها بر من جواب میگفتند که خبری ما به تمام مردم زنده این است که از خدا بترسند، از خدا بترسند که این موضع جای هست که خدا ترسان نجات میدهد. و حضرت علی میگوید گریان شدند. لباس ایمان این چی بوده است؟ ترس خدا بوده است. ترس خدا داشتن این ایمان ما و شما را از لباس تأمین میکرده است. دوره های خلافت حضرت عمر دا میگوید بسیار یک قشاقی آمد، قحطی آمد، مردم بیچاره بسیار گرسنه بودند. حضرت عمر که ترس خدا داشت، یاران او میگوید وقتی که بیرون میبرآمد از شکم به او میگوید از روده های او میگوید صدا میبرآمد، گرسنه بود، صدای میگوید شکم به او را مردم اطرافش میشنید و میگوید با سوی همان اشکم میگشت و میگفت قسم بر آن خدایی که جان من در دست اوست، برای تو هیچ غذای نصیب نمیگردد تا زمانی که اگر رعیت من سیر نشود، تا زمانی که این مردم از گوشت تأمین نشوند، از غذا برخوردار نشوند، حرام باد برای تو غذا. این از چی بود این سخنها؟ از حساب ترس خدا. امروز مسلمان ما و شما حق برادر را میخورد. امروز مسلمان ما و شما راحتی خودش را از همه بالا میداند، پروای همسایه ندارد.
پروای برادرش ندارد، بلکه چنان دشمنی در وجودش وجود دارد که دشمن اسلام مثل او دشمن نیست. لباس او چی است؟ تقوا بوده است. و زینته حیا. ایمان زینتش چیست؟ ایمان ما و شما را زینتش این حیا بوده است، حیا داشتن. حیا هم یکی از موضوعهای خیلی لازمه است. باید که تمام مردم، چی مردها باشد چی زنها باشد، باید صاحب حیا باشد. زیرا حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگوید حیا باید که دارد آدمی زاد، که لعنت بر وجودی بی حیا باد. آدمی زاد باید حیا داشته باشد. اگر جسدی که حیا نداشته باشد، لعنت بر این جسد، گفتن حضرت سعدی شیرازی. الحیا شعبة من الایمان. پیغمبر میگوید یکی از شعبه های ایمان، یکی از شاخه های ایمان این حیا داشتن است. الحیا لا یأتی الا بخیر. پیغمبر خدا میگوید حیا نمی آید مگر بخیر. یعنی همه وقت انسان با حیا کی شد، همه عمل او بخیر است. الحیاء خیر کله. در دیگر روایت هم آمده است حیا همش نیک است، گفتم پیغمبر. حضرت ابو سعید خدری چی میگوید؟ میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. پیغمبر خدا را که ما همراهش بودیم، ما هم صحبتش کی بودیم، از دختری که در زیر چادر نشستگی هست از او با حیا بود. اینقدر حیای پیغمبر خدا زیاد شده. امروز به حیایی ما و شما را فرا گرفت. چی به حیا هستیم، چی موی سفیدمان، چی کمپیرهامان، چی دخترهامان، چی زنهامان، چی جوانهامان، همه به حیا شدند. رسول اکرم بسیار یک سخنی وزنی گفتند برای آدمی که او را دردمند کند. اگر برای آدمی با خیرت گفتند اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. وقتی دید که مردم گناه کردن خودش به حیایی است، اطاعت خدا را نکردن خودش به حیایی است، حق یک برادر خوردن خودش به حیایی است، دشنام دادن یک برادر خودش به حیایی است. همه این از به حیایی سر میزنند. رسول اکرم میگوید هر وقتایی که اگر شما ای امت اسلام حیا کی نکردید، فاصنع ما شئت، هر کاری که میکنید کردن گیرید. یعنی برای آدمی به حیا دیگر جایز است و حرام میخورد، حلال میخورد، گناه میکند نمیکند، برای او جایز است دیگر وقتی حیا نداشته باشد. در روحیه حیا دخترهاتون تربیه کنید. دخترها باید که با حیا باشد. من به نزدیکی یک سفری داشتم، با بچه ها نقل کردم، خمسمال آباد رفتم که امروز نور آباد و نور آباد مبدل شده است. خیلی راه دور. وقتی که همین ماشین ما که در اون راه ها می رفت، دخترها و زنهای همون دهه وقتی که ماشین می دید، وقتی اگر بر روبروی ماشین می آمد روی خود تغییر می داد، او طرف نگاه میکرد، پشت طرف ماشین می گرداند. حیا را بینید. زنهای اونها را چهره هاشون دیدن می شود. اگر چند دیدن چهره زن گناه نیست، اگر از شهوت خالی باشد. امروز باید ما و شما با حیا باشیم. اسلام ما و شما را با حیا باید در حیا دعوت میکنه. و سوم چیزی که ایمان ما و شما را میپوشانده است، این میوه ایمان چی بوده است؟ علم داشتن. علم داشتن این میوه ایمان است. اگر خواهید که ایمان شما مثل درختی که میوه دهد، شما باید که با علم باشید، از علم برخوردار شوید. اینجا من سخن خود انجام میدهم و انشاءالله باز این صحبت جمعه آینده دوام میدهم
فقط در آخر حدیث پیغمبر که لا فقر اشد من الفقر، لا فقر اشد من الجهل، برای شما تحلیل میکنم و دعا میکنیم. پیغمبر خدا میگوید اگر شما پسنداز پول نداشته باشین، اگر شما در خانه صاحب میوه نباشید، صاحب گوشت نباشید، صاحب شیرینی های با لذت نباشید، این معنای او را ندارد که شما کم بغل هستید. یعنی نداشتن نان و آب و خوراکه، پیغمبر خدا گفت این معنای او را ندارد که شما کم بغل هستید، بلکه رسول اکرم گفتند از همه در فقر وزنین ترین گفتند این بیدانشی است. بی علم بودن، جاهل بودن از همه در گفت پیغمبر خدا فقر وزنین ترین، کم بغل ترین، سخت ترین کم بغل نفری هست که بی سواد هست. امروز حال بعض از برادرها را میبینی که بیچاره خیلی در حالت وزنین حیات به سر میبرند. یک سبب همون حالت وزنینشان این است که در وقتش برای آنها شاید کسی یافت نشد که آنها را تربیه کند، به گوش آنها رساند که باید که تو طلب علم کنی، باید که تو تمام سهم و کوشش خود صرف کنی که تا که از علم دنیوی و اخروی آگاه شوی، تا که امروز تو اینقدر درمانده نمی شدی، اینقدر عذاب نمی کشیدی. بیچاره گپ‌های سخت میشنوند، دشنامه ها میشنوند. از حساب چی است؟ از حسابی که جهل دارند، از حسابی که دانش ندارند. در هر راه اونها را برده می سپارند، اگرچه تلف جان اونها هم که شود، آدم نادان برده در اونجا استفاده میبرند. زمانی آمده است که امروز همه شرایط خدا را شکر که برای همه ما و شما مهیا هست. یک زمان مدرسه های اسلامی درهاش پوشیده بود، امروز کشاده شده. یک زمان دانشکده های عالی انگشت شمار بود، امروز اینقدر دانشکده های عالی زیاد شدند. در کار از همین بگذار گوشت کنن، بگذار بشینن، بگذار نام پشته که در با سه چهار خواهری ما مادری ما بشینه و یک حدیث معناش گوش کنه. آخه همین هم برای ترتیب نظام و بهبود خانه در کاره کو. برای همین برادرها از این چیزا حرکت کن در کار که خدا مانا دوری بد نگیره. ای پولی دادگی تون، ای پولی که شما صرف میکنید در همین خیر و احسان تون، پیامبر قسم میخوره به الله مهربان که ما نقصت صدقتون من مال. ای کردن احسان و خیر پیامبر میگه مالت کم نمیشوه. من شاید که بترسم، مثال میگم به بچه ما یک شوربا میکنیم، یک گوشت بریان میکنیم، اینجا 20 کس میخورن، اینجا کمش ده 1,000 سامان میروه. حتی برادر عزیز، الله میگه من پولتم برقرار میکنم، ثواب احسانم میتونم، گناهات هم میبخشم. ما فقط اینکه میترسیم، ما در درون ما شیطان میترسونه ما. ها نکو اینجا مثال فلان دیگر ای شیطان میترسیم، قسم پیغمبر را باور نمیکنیم. و همین برادرای عزیز و گرامی، از همین لحظه ها و از همین نشست ها سعی کنین حرکت کنین که دور نمانین برادران، دور نمانین. این بدون این معنویات های این شما را بسیار یک تربیه نیکو میکنه. بسیاری وقت مثال از دسته همین دنیا را مانده میشوه، انسان خسته میشوه، دلگیر میشوه. اون خستگی ها را، اون دلگیری ها را نمی لحظه ها برادر عزیز از ما و شما میگیره، از ما و شما قول میگیره. برای همین یک کاری کنیم که یک کم طرف ما مسلمانیم کاخی خانه ما و شما دارم، یک بار قطعه می زنم بشینم بگم زنک آخی ای بچه همین کار آخی امکان نداره که من همین 4 رفیق ما فیرود کنم و یک آدمک بیایم جا یک پیاله چای کنم
خداوند وعده داده خب مبلغ من میته ثواب من میته در این خانه برکت هم میشود و چرا ما مثال همین کار نکنیم؟ شما هم مشورت در ثواب میگیرید. ولی یک زنکت یک اویله نامش نگیرم تعریف میکنه، هم محله ما تعریف میکنه که همین خیلی زنی بد است که میگه هر سحر میگه شیربرنج میکای دویم هم مردکش میگه قدی زنک به همت نبوده میگه مردکش مجبور میکه که هر سحری نمیجه مستفیدوی که مسجد میرن دیگر میرن کسی هسته بیار نمیجه اینم یک تیکانان شیربرنج دیگه میگن یک دیگ دا میکنم کمپیر خودش تقسیم میکای. این خداوند این خیلی مثال با مادرای هستن که میخوان با طریق همین مثال بین الله همه چیز در وجود هست. آدمی که ممکن برای بگیم زنک میگم من یک پیاله چای که یک پایی برای میگه قطعی هم رفیقتم قطعی دیگرتم فلانتم دیگر بین همین این چیزها هم امکان داره. لیکن ما باید به همین کارهای نیک هموار هم آلوده کنیم. برادران تقصیر میگم اصلا سخه اشهای خفته در چاه رود جانب او اعمای تو که دیده خبر نمی سازی با مسلمانیت چی می سازی؟ ازت تحلیل کردن که اژدهای خفته در چاه گفته همون چاههای دوزخ است، اژدها گفته همون مخلوقهایی که انسانهایی که عمل صالح نداشتند اونها را عذاب میکنند، انا همونها هست. اژدهای خفته در چاه میرود جانب او اعمای. اعما گفته آدم نابینا را میگن، یعنی به مردمی که در اطراف شما جمع میشوند و نمیدانند که در پیش چاهی هست، در پیش عذاب هست. از این خاطر علما صوفی الله خطاب میکند که تو که دیده خبر نمیسازی با مسلمانیت چی میسازی؟ تو که امروز این محراب از خود کردی، تو که امروز این منبر از خود کردی، تو که امروز نان مردم میخوری، تو که امروز از روی اسلام عزت یافتی، برای چی برای مردم حقیقت اسلام خبر نمیدی؟ از این خاطر هر یک مسئله هایی که بهر شما جواب میگردانیم، یعنی هر کدام این از روی حقیقتی هست، قطع نظر به یگان اطراف نظر نکرده. برای شما ما هر سوالی که کردین انشاءالله جوابش را از حقیقت اسلام به گوش شما میرسونیم. پیش از این سوال ها را جواب گفتن، یکی از دوستان پیغمبر شهر ابن حوشب بودن، میگوید قلت لأم سلامة یا ام المؤمنین ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك. حوشب میگوید نزد ام سلمه رفتم. ام سلمه یکی از ازواج مطهرات است، یکی از زنهای پیغمبر خدا هست. میگوید نزد همین ام سلمه رفتم و از ام سلمه پرسان کردم شبهایی که پیغمبر در خانه تو بود، وقتهایی که پیغمبر به خانه تو می آمد، ای مادر، ای ام سلمه، چی دعا میکرد؟ دعاهای او از چی عبارت بود؟ ام سلمه
مادر ما و شما که در پهلوی پیغمبر خدا خواب بودند و با پیغمبر خدا یک جا هم صحبت بودند و صدای رسول اکرم در عبادتهاش که میشنیدند گفتند کان اکثر دعائه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ام سلمه میگوید از زبان شیرین این حبیب خدا میشنیدم که در نمازها میگفت که ای ذات، ای پروردگار، تو دلها را دیگرگون میکنی، دلها را تبدیل میدهی، از این خاطر تبدیل دهنده و تغییر دهنده دلها تو هستی. ای ذات پاک، دل مرا در دین اسلامت مستحکم نگه بدار. این دعای حبیب خدا بوده است در نمازهایش. از این خاطر ما هم به این دعای حبیب خدا پیوست میشویم و دعا میکنیم که خدای مهربان دلهای این جمعیت ما را، دلهای این مردم تاجیکستان ما را در اسلامت بر محبتش خدایا مستحکم نگه بدار. از این دلهای ما خدای مهربان حسد را، کینه را، بدگویی را، بخیلی را دور بگردان و در عوضش پروردگار محبت خودت، محبت اسلام و قرآنت را خدای جایگیر بگردان. و خدای مهربان این بندگانی که از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه حاضر شدند، در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت بفرما و گناهاشون خدایا محو بگردان. و خدایا گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این قوم و جمع خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این دیار ما در سفر هستند خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندانشان پس بگردان. و خدایا این جمهوری ما را در بین تمام دنیا از جهت فرهنگ و از جهت اسلام و از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردان. و این رهبران دولت ما را خدایا توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را دراز بگردان. هر عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان دارند خدای مهربان موفقشان بگردان. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که با شما در باب نماز و بی نماز صحبت ها داشتم و انشاءالله باوری کامل هم دارم که این صحبت ها بی تأثیر نمی ماند و هر یک شخصیتی که سخن خدا و پیغمبر را می شنود وظیفه‌دار است که این سخنها را برده در خانه خود عملی بگرداند. انشاءالله بعداً اجر او پیدا می شود. حضرت عمر می گوید این اهم امرکم عندی الصلاة فمن حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. حضرت عمر بار تمام حکومت در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست بعد ابوبکر صدیق، حضرت درها سروزیر فیراد کرد، تمام وزیرها تا گرفتن نزد من بیا، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند
ای بندگان خدا، ناوابسته شما در کدام پایه حکومت من کار میکنید، اولین وظیفه که من در ذمه شما میگذارم این است که نماز در وقتش ادا کنید، بی نماز نباشید. فمن حافظ علیها حفظ دینه، کدام از شما گفت اگر نماز در وقتش میخواند معنای این را دارد که وی دفاع از اسلام کرده است و دین اسلام را محافظت کرده است و دین خودش را محافظت کرده است. و من ضیعها، اگر کدام شما مبادایی که وظیفه شما، مبادای پولداری شما اگر سبب شد و شما نماز ضایع کردین، پس من از شما باوری ندارم که این جمعیت از دست شما آباد شود. شما وقتی نماز ضایع کردین، شما در این مردم مسلمان خدمت کردن نمیتوانید. این سخن حضرت عمر بود روزی که در تخت شاهی نشسته بود. حضرت عمر میدانستند که حدیث پیغمبری خدا را خوانده بودند که ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم و الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. و میدانست که پیغمبری خدا گفته بود که ای بندگان خدا هوشیار باشین که خداوند در پولداری شما نظر ندارد، در صورتهای زیبای شما نظر ندارد، در اولاد تو از کدام اولاد اجداد هستی، تو در کدام پایه کار میکنی، به این نظر نمیکنه، بلکه نظر میکرد از پروردگار ما الی قلوبکم و اعمالکم، فقط دلهای شما را نگاه میکنم، عملهای شما را نگاه میکنم که در دل تو چی نیت است و عمل تو چی گونه عمل است. حضرت عمر اینو میدانستند، خدا رحمت و مغفرتشان کنند، و میدانستند که یک زمان موقت من سروری میکنم و فردا که نزد پروردگار رفتم مرا از این نماینده ها میپرسند که آیا آنها را دعوتی بر نماز کردی یا نکردی. چه مبارک بودن حضرت عمر. اگر تاریخ را ورق زنیم باور که انسان آب چشمش داشتن نمیتونه. چه مبارک حضرت یک خلافت کردند. باره میگوید حضرت عمر یک معرکه در آمدند که در اونجا محمد ابن مسلمه یکی از آدمای حقیقت گو بود، حقیقت را میگفت. کجروی کدام شخصی را که میدید همون زمان حقیقت را میگفت. و حضرت عمر نزد همین قوم آمد، نزد همون حلقه آمد و گفت ای محمد، گفت ابن مسلمه، تو یکی از آدمهای حقیقت گو هستی. الحال خلافت من چگونه است؟ پادشاهی من چگونه است؟ حضرت محمد گفتند، عمر گفتند عدالت تو خیلی به اندازه بلند است، بسیار یک عدالت کلان داری. بازم این قدر مالی که در بیت المال جمع می شود، تو چنان دلی تو از دنیا مردگی هست که در تلاش جمع کردن مالم هوس نداری، در مال جمع کردنم هوس نداری. حضرت عمر دوام دادن، گفتن محمد گفتن اگر با شرطی که من یکی کجروی کنم چی؟ اگر مبادایی که فردا یک کجروی میکنم، یک احکام پروردگار را میشکنم. این محمد ابن مسلمه گفتن، عمر گفتن اگر تو گفتن کجروی کنی، اگر مبادای یک آیت یا یک حدیث پیغمبری خدا را اگر تو پایمال کنی، من تو را با شمشیر راست میکنم. حضرت عمر گریان شدن، گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که در بین ما قومی بود است که اگر عمر کجروی کند عمر راست میکند.
ببینید چگونه یک آدمی خاکساری بودند. الحال من در همین مسجد امام خطیب هستم. اگر یک نفر یافت شود یک کمبودی مرا گیرد، من غضبناک می شوم. حالا که این کار من نادرست است، باید که من راضی شوم، بگم خوش به حال تو که کمبودی مرا گرفتی. چی مبارک حضرت ذاتی بودند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. از همه امر مهم نزد من گفتند این نماز است. کدام از شما گفتند در حکومت من کار میکنید، باید که نماز ادا کنید. بار حضرت میگوید مسجد در آمدن دیر کردند. مردم قوم انتظار که حضرت عمر می آید. حضرت عمر نماز قوم میخوانده میدادند. وقت اون زمان پادشاه ها پیش می در آمدند. کمی دیر کردند، قوم بی‌ضابطه شدند، بی سرانجام شدند. به ناگاه حضرت عمر در آمد و نزد قوم عذرخواهی کرد. گفت قسم به خدا، گفت این یک لباسی تری که در بدن من میبینید، این لباسی هست که هم مهمانهای رهدوری را با این قبول میکنم و هم برای مسجد آمدن با همین لباس نماز میخوانم. الحال تر بود، کمی ایستادم تا که یک خشک شود و در بدن کنم آمدن نماز شما را خوانم. در خلافت نشسته بودن، یک کرته در بدن داشتن، هم مهمان قبول میکردن، هم با این نماز مردم میخواندن. الحال سوالهای خیلی زیاد است. انشاءالله فکر میکنم در باب نماز کفایت کننده است. خیلی صحبتهای زیاد کردیم. 5 جمعه با شما در باب نماز و بی نماز صحبت داشتیم. انشاءالله برای آدمی که اگر ذره در وجودش ایمان باشد، خدا ترسی باشد، این سخنهای ما البته در او تأثیر میکند و خانواده خدا گفت پیغمبر خدا امر بر نماز میکند. السلام علیکم داملای محترم. خدا شما را نگه دارد. ما از 90 کیلومتر هر جمعه اینجا می آییم و از شما خواهش دارم که یک جمعه در نماز جماعت و جمعه دیگرش در فضیلت علم و علما صحبت کنید و این کسیته ها را ما به شهرهای دور ارسال میکنیم. یعنی انشاءالله این برادر میداند که من چند جمعه خود اعلان کرده ایستادم که بعد سوال جواب در باب نماز جماعت صحبت میکنیم و در باب فضیلت علم و علما و یکی دیگر موضوع ما موضوع سطر هست. انشاءالله این موضوع ها که چند تکلیف ها شدگی هست انشاءالله من صحبت دارم. دوم سوال کردن امام بخاری چند حدیث در کتابش آورده است، امام مسلم چند حدیث در کتابش آورده است و سال تولدشان را میگفتی. امام بخاری که اصل نامش حضرت محمد است، محمد ابن اسماعیل، میگوید که من از بین 600,000 حدیث این امام بخاری میگوید که من 600,000 حدیث جمع کردم از پیغمبر و از بین اینها 7257 حدیث در کتاب صحیح بخاری وجود دارد و همین 7257 حدیث از بس که میگوید یعنی یک تکرار باز شدگی هستند، یعنی یک حدیث 2 بار 3 بار هم در این کتاب که آمدگی هست، از این خاطر حدیث های تازه به تکرارش 4000 هست و سال تولدش 194 هجری هست، بگیم 184 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمدگی هستند و 256 هجری از دنیا گذشتن، همگی
62 سال حیات دیدند. در قصه ها می آید که همین باید ما و شما افتخار کنیم که این صحیح بخاری، این بعد قرآن کتاب معتبرترین در روی دنیا به شمار می رود و این از اولادهای ما و شما هست. از بخارا محمد ابن اسماعیل، پدرشون هم آدمی با تقوا بودند، مادرشون هم آدمی با تقوا بودند. یکی از دوستان پدرش حکایت میکرد در همین کتاب امام بخاری که وقتی در حالت سکرات مرگ بود پدرش اسماعیل، من خبرگیری رفتم و به سوی من گفت ای حجر، گفت حجر بودن این کس، اینقدر حیاتی که من دیدم، گفت قسم به خدا، گفت یک درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست، یک درهم حرام در خانه من وارد شدگی نیست. گفت و فرزندهاشم بسیار الکی خودی همین فرزند محمد ابن اسماعیل خود گواهی میدهد که از چگونه اولاد البته به دنیا می آید. این از حساب لقمه حلال این فرزند به دنیا آمدگی هست. میگه در خردیش وقتی که این محمد تولد شد پدرشون از دنیا گذشتند. در آوان خردی میگه همین محمد ابن اسماعیل نابینا شدند. خرد بودن میگه نابینا شدند. مادرشون بی نهایت غم میخورد و پیوسته شبها نماز تهجد داشت میگه زاره و تولا به درگاه پروردگار میکرد که خدایا این فرزند مرا بینا بگردان. شب از شبها میگوید در خوابش حضرت ابراهیم خلیل الله در آمد و گفت مادر، گفت این زاره و تولایی که تو به سوی خدا کردی، خداوند دعای تو را اجابت کرد و فرزند تو را بینا گردانی. این مادر میگوید من از جا خیستم، تا زمان پیش فرزند میرفتم صدای همون ابراهیم از گوش من دور نمیرفت. همین صدای می آمد که فرزند تو شفا یافت، فرزند تو شفا یافت. آمدم نگاه کردم که این محمد شفا یافتگی از چشمهاش مثل چشمهای بینا میگه کشاده شدگی بود. 10 ساله بودن که حضرت الک حدیث از یاد میگفتند. 10 سالگی ده الک حدیث از یاد میگفتند. این هم یک افتخار مردم ما و شما است که ما صحیح بخاری داریم. و امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری سال تولدش 204 هم گفتند، 206 هم گفتند، 216 هجری هم گفتند. و این حضرت 4000 حدیث در کتاب خودش جمع کردگی است که اینش به اینش باز تکرار آمدگی هست. این یک مختصرا جواب این برادری که برای ما گفتند. سلام داملای محترم، در یک معرکه یک حدیث پیغمبر را خواندم. یک دانشجوی اسلامی گفت که این حدیث را پیغمبر نگفته است بلکه این را دشمنان اسلام داخل کردند. داملای عزیز، آیا این حدیث از پیغمبر هست یا نه؟ و آیا این درست است یا که در حدیث‌های پیغمبر آیا این درست است که در حدیث‌های پیغمبر باز حدیث‌های دروغ را هم دشمنان داخل کرده باشند؟ این برادر ما یک حدیث خوانده است که به نام انا مدینه العلم و علی بابها، که پیغمبر که حدیث ترمذی است میگوید که من شهر علم هستم و دروازه همان شهر حضرت علی هست. اگرچند در این اختلاف زیاد است. ابن جوزی میگوید بالکل این موضوع باطل است. این حدیث میگوید حدیث پیغمبر نیست. اگرچه میگه ترمذی روایت هم کرده باشد لیکن ترمذی از لفظ خودش بازگشته است، گفته است من این سخن نگفتم. یعنی در اطراف این حدیث بحث‌های زیاد است. بعضی از محدثین ما و شما میگویند که این حدیث نه صحیح است نه باطل است بلکه حسن است، یعنی نیک است. این گونه هم بحث‌ها وجود دارد. از این خاطر من از بس که اختلاف‌های زیاد در اطرافش نگاه کردم برای به یگان خلاصه نه آمدم. انشاءالله این را باز من از
داملاهای محترم میپرسم و بعدا صحیح‌تر شه باز برای شما خبر میدهم، زیرا که در اطرافش خیلی سخنهای زیاد است. لیکن هر برادری که حدیث میگوید، امروز زمان شده است که حدیث باید که راوی داشته باشد. حدیثی ضعیف است، حدیثی موضوع است، او حدیثی مثال صحیح است، باید که تو دانسته گویی. امروز زمانی نیست که هر کدام شما یک حدیث خوانین گویین که این را پیغمبر گفته است. میگوید که این برادر که آیا در حدیث‌های پیغمبر هم حدیث‌های دروغ در آوردند؟ در دوره‌های هارون الرشید میگوید وقتی که زندگی را دستگیر کرد و حکم کرد که این زندگی را نابود کنید، زندگی به طرف هارون الرشید گفت ای هارون الرشید چرا مرا قتل میکنید؟ گفت تا که مخلوقهای خدا، تا که بندگان خدا از ضرر تو امین مانند. و بسیار ضرر میداد در مردم تله و تاراج میکرد. گفت ای هارون الرشید، گفت مرا قتل نکن، گفت زیرا که من 1000 حدیث در حدیثهای پیغمبر از نام خودم تیار کرده در آوردم. اونها را چگونه جواب میگویی؟ اونها را چگونه جدا کرده میتانی؟ 1000 حدیث زندگی میگوید که من خود تیار کرده و در حدیثهای پیغمبر پرداختم. شما آنها را جدا کرده نمیتونید. هارون الرشید گفتند تا زمانی که ابو اسحاق فزاری و عبدالله ابن مبارک باشد، گفت من انشاءالله، گفت اون حدیثهایی که تو تیار کرده و در حدیثهای پیغمبر پرداخته ما جدا کرده حرف به حرف میگیریم شما. یعنی البته دشمنان اسلام در بین حدیثهای پیغمبر خدا حدیثهای زیاد پرداختند که امروز علمای ما و شما و پیشواهای ما و شما این حدیث ها را جدا کرده گرفته ایستادند که کدامش از پیغمبر هست و کدامش از پیغمبر نیست. داملای محترم حاجی میرزا، خداوند شما را از همه آفت و تهمت ها نگه دارد. بعداً یک سوال دارم. ما یک رئیس جماعت داریم و این کسیته های شما را گوش کرده به شما مخلص است، لکن ما میگوییم که در توی معرکه من حاجی میرزا آمده امر معروف کند و تماما راضی نمی شود و اجازت هم نمی دهد. شما چی میگویید که تا که وی سخن شما را بشنود و به سر مقصد آید؟ رحمت به شما. اولا من چی میگویم؟ اولا میگویم خدای مهربان کدام رئیس جماعتی که نباشد خدا توفیقشان دهد، خدا هدایتشان کند تا که پیش راهی امر معروف و نهی منکر را نگیرند. کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرت. مولوی به رئیس جماعت خطاب میکند، میگوید ای رئیس جماعت کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرت، در صحبت واعظان چو دیوار مشو. در صحبت واعظان چو دیوار مشو. دیوار پیش راه را میگیرد. میگوید کسی نباشی پیش راهی واعظا را نگیر، پیش راهی امر معروف نگیر، بلکه از امر معروف خودت استفاده ببر، بلکه خودت تشکیل کن که تا که یک واعظ آمده مردم پند نصیحت کند. امروز الحمدلله که اگر شما شب گوش کرده باشین، رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند، پشتیبانی از دین اسلام میکند و میگوید که این دین، امشب ما گوش کردیم، همه شما گوش کردیم، این دین صلح‌خواه است، دین نیکخواه است، دینی هست که میخواهد در سراسر عالم صلح پیدا کند. این گونه دین است.
این دین به تروریسم هیچ وابستگی ندارد. امشب اینها از زبان رئیس جمهور ما و شما صدا داد. وقتی رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام کند، رئیس جماعت چی کرد؟ رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند. خدا میگوید فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین، و مردم پند دهید. پند جمعیت آباد میکند. من چند برآمدهایی که در دوشنبه داشتم، در بین بسیار وظیفه‌دارهای کلام بود. گفتیم پیغمبر خدا گفته است که هر وقتایی که اگر شما امر معروف و نهی منکر را ترک کردید، برکت قرآن از آن سرزمین برداشته می شود. من امروز همین آرامی که در جمهوری می بینم و دائم دعا می کنم که خدا این آرامی را از ما نبردارد. من این آرامی را، این یکدیگر فهمی را در همین موعظه ها می بینم. این پیشروی هایی که ما دعا می کنیم در هر یک نماز که خداوند اقتصاد دولت ما را بلند گرداند، رهبری دولت ما را عمر دراز دهد، عملهای خیری که دارن برای آبادانی تاجیکستان خدا موفقشان گرداند، این دعاها یا تأثیر ندارند؟ البته تأثیر دارند. در بین 1000-2000 آدم دست میبرداری، خداوند دعای ما و شما را قبول میکند. پس باید که البته اون برادری که کسی نه اون مخلصی من میشد، هیچگاه من نمیکرد که در معرکه‌های اونها ما اشتراک نکنیم. این مخلص نبوده است. اگر مخلص میشد میگفت که البته این شخصی است که ما خودمان همچون یک آدم حکومت به حساب میرویم. ما از یگان دنیای دیگر نآمدیم، ما فرزند همین دیار هستیم و ما نیکخواه همین دیار هستیم و ما دعاییم دعا میکنیم که انشاءالله این جمهوری ما را خدای مهربان پرفیض و پربرکات نگه بدارد. خوش به حال همون رئیس جماعت هایی که در این کارها صد راه نمیشوند بلکه خود تشکیل میکنند. یکی وقتی که پیش راه را میگیرند فراموش نکنند که این بطش ربک لشدید. خدا میگوید ای انسان یقین بدان که عذاب من بسیار دردناک است، عذاب من بسیار سخت است. کدام شما اگر مقابلیت نشان میدین، کدام شما اگر پیش راهی موعظه و اسلام میگیرین، فراموش نکنین که وعید حق بی‌نظیر است که ایزی دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره و بسیار سخت میگیرد. اکای دامله حاجی میرزا در مسجد ما یک ملا داشتیم، نماز را نه سراستیمه میخواند و نه آهسته، یعنی میانه. او را و یک ملای دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند. آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار میشود، اگر ساعتها راست دشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند. دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند. آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راست دشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند.
در همین مردم ما طاقت ندارد. حالا که رسول اکرم میگوید اسوأ الناس سراقة الذي یسرق صلاته، بدترین دزد گفته است پیغمبر دزد نماز است. بدترین دزدها دزد نماز است. قیل یا رسول الله کیف یسرق صلاته، گفتن ای پیغمبر خدا آیا نماز را هم دزدیده می شود؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، کسی که اگر رکوع را پره نمی کند، سجده را پره نمی کند، پیغمبر خدا گفتن وای دزد نماز است، وای از نماز دزدیده ایستاده است. از این خاطر من طرفدار همان ملا امامی هستم که نماز با حضور میخواند، نماز سراسیمه نمیخواند. لیکن اگرچه در بین قوم میخواند، پیغمبر خدا میگوید اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجة و اذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء. این بسیار با مذهب ما نزدیک است که رسول اکرم میگوید کدام شما اگر ملا امام شدید بایستا که نماز سبک خوانید، یعنی سبک که نیکی دیگر در 1 دقیقه تو 4 رکعت خوانید، یعنی رکوعات به حضور باشد، سجدهات به حضور باشد. زیرا این که در قوم گفته است پیغمبر آدمای ضعیف هستند، آدمای بیمار هستند، آدمای صاحب حاجت هستند. وقتی شما تنها گذار باشید بعد چقدر میتوانید دراز خواندن گیرید. لیکن الحال ما میتونیم که یعنی به حضور، نه اونقدر تیز نه اونقدر آهسته، بلکه همون میانه‌ای که همون ملا میخوانده است همون بهتر است و همون ملا را در جای خودش بذارن انشاءالله ثواب میگیرن و اگر شخصی را که برای تیز خواندن میارن در او گناهگار میشوند. حاجی میرزای محترم بگوید که رفتن زن به مزار آرامگاه درست است. در یک ثبت آواز شنیدم که کسانی که بی فرزند هستند گناه کردند و باید از گناههای خود توبه کنند. نخواد همه بی فرزندها با گناه بی فرزند باشند. نگاه قرآن در دنیا و آخرت برای بی فرزندها چیست؟ در یک قشلاق ناحیه واسع در اوچسکه نزد حولی قبرهای کهنه پیدا شد، حتی در آنجایی که قضای حاجت میکنند این خیل قبرها پیدا شد. شما با این چی میگویید؟ با احترام مخلصی شما. یعنی رفتن زنها به مزارها منع هست، باید که زنها البته به مزارها نروند و این طریقی که الحال مردها زیارت کرده ایستادن که خود گناهگار میشوند، باز این زنها که از مردها دیده ضعیفتر ایمان هستند. امروز مردم ما و شما وقتی به مزارها می رویم از بوسه کردن همون غیشتهایی که در اطراف مزارها هست، سنگهایی که در پیش مزارها هست، ما و شما از اونها بوسه میکنیم و اونها را مثال دستها را در بالای اون مزارها میگذاریم و در دیده ها میمالیم. اینها شرک به خدا هستند. شما در اینها گناهگار میشوید. مزارها را زیارت میکنین، طریق درست زیارت کنین. رفته در نزد مزار، در نزد مثال حضرت امیر سعید حمدانی که ما و شما امروز همه بسیارتر مثال در نزد او کس دعا و درود میکنیم، دعا کنین که خداوند مغفرتش کند، خداوند گناههای او را ببخشد، نه اینکه شما از او کس مدد طلب میکنید. نه اینکه مثال من نزد تو آمدم برای که فرزند ندارم، فرزند برای من نصیب کن. باور کنی مشرک می شود انسان. حضرت امیر جان بنده خدا بود، فرزند دهنده و فرزند می گرفتگی همون ذات است خلاص. فرزند در دست هیچ مزار و در دست هیچ اولیا و در دست هیچ پیغمبر نیست. خدا خود در قرآن میگوید. از این خاطر اون زنهایی که امروز باز با این لباسهایی که در بردارن که وقتی وارد اون آرامگاه میشوند چی غضبی اون حضرت بیدار میشود.
چه غضبی در او پیدا می شود. از این خاطر به نهایت خوب می شود که نه ما دخترهامونه در حالت عروس کردن پیش حضرت بریم که شرمنده میکنیم خودمانه، و نه زنهامونه اجازت دهیم که رفته در اونجا دعا کنند. همون پخت و پزی که زنهای ما و شما میکنن برای ارواح حضرت امیرجان، اگر در همون همسایه ها تقسیم کنین انشاءالله وای از شما خوشنود می شود. من به شما وعده می دهم روحانیتش خوشنود می شود و همسایه ها از شما برخوردار شوند. این برای شما بهتر است. باز میگویم که حضرت امیرجان طرفدار قلمه نبودند، طرفدار گوسفند نبودند، طرفدار مال دنیا نبودند. اگر اونها از پی اینها میگشتن امروز نام او در عالم مشهور نمیشد. امروز حضرت سلطان ویس قرنی را حکایه میکنم، بچه ها ما کنه رفتیم، میگوید میروید در بالای سبزگاری ها و کت های همون مزار زنها خواب هستند. این است نتیجه رفتن زنها به مزارها، در همونجا خواب است. این خواب است، یک پاش بیره می شود، یک کرتش بالا می شود. آیا شرمندگی نیست؟ این صدها مردای تماشا میکند. باز از همه بدبختیش همین است که در همونجا یک چشمه بوده است، چشمه بوده است. یک جوان در همینجا، یک جوانی با عقل است، در همین بین شما هست. آمد بر من گفت که داملا گفت من همون یک چشمه بوده است در همون حضرت سلطان ویس قرنی که میگه چشماتا میپوشی و دست در همون داخل چشمه میپرتای و چند سنگی که اگر در دستت آمد همون قدر فرزند خدا بر تو میدهد. من دست ما پرتافتم، در دست ما یک شیشه آمد. خلاص من گفتم بسیار بنده نیکبخت بوده ای تو، بسیار بنده نیکبخت بوده ای که خداوند بر تو نشان داد. اگر دست میبرید باز من خرسندتر میشدم. یعنی به تو جزا داد که تو بیدار شو که در اینجا فرزند نیست. و تا کی ما و شما اینقدر بی مدنیت و بی عقل هستیم، اینقدر ایمان ما و شما ضعیف است که ما و شما از یک چشمه دست میپرتای چند سنگ آمد صاحب اون قدر فرزند میشدی تو. پس قدرت پروردگار کجا میشود؟ اینا را شما باور نکنید. پدرای عزیز، من به خدا قسم انشاءالله من جمعه آینده یک برادر در باب شرک و من سوال کرده، من در باره شرک کمی به شما صحبت میکنم. اینا شرکی به خدا هستند. این است نتیجه زنهای ما و شما به مزارها رفتند. این چگونه مردی است که زن من از همینجا میخیزد خاولین زیارت میرود؟ من خود در خانه هستم. زیارت حضرت سلطان ویس قرنی برای زن مهم نیست. وی کار کند که همین شوهر یک بار خندش بیاید، وی 1000 سلطان ویس قرنی را زیارت کردگی است. برای زنهای ما و شما زیارت شوهر مهم است. شوهر تا زیارت کن، شوهر تا دعاش بگیر، شوهر خوب استقبال کن. از 1000 رفتن پیش سلطان ویس قرنی برای تو افضل تر است. این خدا میگوید. افسوس که چه مردهامون و چه زنهامون از تعلیم و از معرفت دور شدیم. اینجا یک سوال دوم این بود است که یعنی زنهایی که به فرزند هستند اینها را گویا که زنهای گناهگار باشند. نه، اینها زنهای گناهگار نیستند. خدا در قرآن میگوید که من بر شما فرزند نرینه میدهم. در سوره شورا است، من بر شما فرزندهای مادینه میدهم، یا به شما یک بار دوگانیک میدهم، یا اینکه من شما را تماما فرزند نمیدهم. این لفظ همون ترجمه آیت همون از سوره شورا هست. یعنی این قدرت پروردگار است. این برای عبرت گرفتن همون شخصانی هستند که فرزند دارند،
که این آدمی بی فرزند دیده عبرت بگیر که خدا همین قدرت داشت که تو را بی فرزند کند، لکن تو را فرزند که داده است، این نعمت در خیانت نکو، نعمت در راه اسلام پرورش کن. آدمهای نابینا را برای آدمهای بینا مثل آورده است، حکمت آورده است که خدا میگه من قادر بودم که تو را نابینا کنم، لکن وای نابینا کردم، تو را بینا کردم، این چشمها را تو در دیدن حلال کرده های خدا صرف کن. با این چشمها تو به مسجد قدم زده رو. آدمهایی که فلج در بالای جایگاه های خواب خوابند، اونا برای ما و شما عبرت هستند که خداوند میگه من قدرت داشتم تو را فلج کنم، لکن فلجت نکردم. این تن سالم تو در راه خدا صرف کن. از این خاطر اون زنهایی که بی فرزند هستند، این معنی او را ندارد که اونها را خدا غضب کرده باشد، ولی خداوند نبوده است، در تقدیرشان نبوده است. از این خاطر اونها را خداوند صاحب فرزند نکرده است. و این زنها و این مادرها هم ناامید نشوند، بلکه به سوی خدا دعا کنند، شاید خداوند برای اونها فرزند نصیب بگرداند. قبرهایی که پیدا شده باشند، بهتر و خوبترش همین است که اون قبرها را پوشیده کنند. اگر ما و شما در حوله ها میکنیم برای یک حاجتخانه کندن که میبراید یک قبر، این قبر را باید که ما و شما روش پوشانده کنیم. و اگر مدتش از 40 سال گذشته باشد، این حالت در بالای این در هر عمارتی که کنین جایز است میگرد در فتواها. حتی 30 سال هم آمده است، 30 سال یا 40 سال که از یک قبرستان که گذشت، میتوانند که همون قبرستان را رشد کنند و در بالاش عمارت ها کنند. وقتی که 30 سال در بعضی از فتوای خلاصه میگد که 40 سال اگر گذرد و در اوجا یگان مرده نو گرانده نباشد، یعنی 40 سال از آخران مرده گذشتگی باشد. آخران مرده که امروز میگذرانیم، 40 سال بعد همین ما میتونیم که همون قبرستان را رشد کرده در بالاش عمارت کنیم. داملای محترم، التماس به سوال من جواب دهید. اگر شخصی از مصالح بینایی مسجد برده خانه‌اش را تعمیر کند، فردا حالی او چی می شود؟ هم آدمایی که از مسجد می دزدند و میبرند، مثال خانه‌هاشون را آباد میکنند، همونا را رفته پرسید، همونا را حالشون ببینید، خودتان میدانید که مثال خداوند با آنها چی معامله میکند. که از مسجد در زمانهای پیش همین قدر نگذشته است. پدرای ما و شما میگفتند اگر یک خس از مسجد به خانه برده شود، خانه او خاکباد می شود. یک خس. لیکن معنای خاکباد معنای را ندارد که خانه وی چپه شود. این معنای ای را دارد که وی آدم بدبخت است. وی از همه در دزدهای بدترین انا همون انسانی است که از مصالح بینایی مسجد می دزدد. وای به حالش. لیکن اون کسانی که خیر احسان میکنند در مسجد و اون اگر پیشوا کدام کسی نباشد که مثال وقتی می دزدد، وای در گناه او وای شریک است، این آدمی می آوردگی ثوابش در نزد پروردگار میگیرد. بسیار شرمندگی هست. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، شما خود یکی از ملا امام مسجد شهر کولاب هستید. مرحمت کرده بگویید که اگر قومی که از قفای ملا امام نماز میخواند ولی برای پیش در آمدن او راضی نیستند، نماز خوانده اونها چی میشود؟ ما اینا چندین بارها گفتگی هستیم که پیغمبر خدا میگوید ثلاثه لعنهم الله، 3 قومی هست که در لعنت خدا گرفتار هستند. در بعضی احادیث ها میاد که 3 قومی هست که نماز اینها را پروردگار قبول نمیسازد. یکی از اونها کی است؟ من ام قوما و هم له کارهون، یک شخصی که ملا امامی میکند و مردم از او راضی نیست. خدا میگوید، یعنی پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین خیل ملا امام باد که مردم از او راضی نیست و به زوری یا به سیاست یا به مالداری یا به فرزندداری یا به دیگر راهها
همون محراب از خود کردگی هست. نابسته قوم از او راضی هست یا نیست وای ملاگیش دوام داده ایستاده است. پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر این خیل ملا امام باد. یعنی ملا امام باید شخصی باشد که تمام مردم باید دوست دارد، مردم باید احترام کند. دوست داشتن ملا امام و احترام ملا امام از چی پیدا می شود؟ از عملهای صالح خود ملا امام، از عملهای نیکی خود ملا امام. لیکن اگر ملا امام باشد که حقیقت گو باشد و مردم حقیقت شنیدن سخنهای او را نداشته باشند و خواهند که وی عوض کنند، اینجا قوم در لعنت خدا گرفتار می شود. السلام علیکم دامدای محترم، مرحمت کرده بگویید که در حالتی که مؤذن مسجد از آن را به قاعده هایش گفته نمیتواند، از روی نظر اسلام به او چی حکم هست؟ برای چی ملاها از بالای این نظارت نمیبرند؟ یعنی البته کسی که اذان غلط میخواند در نزد پروردگار گناهگار میشود. عزیزای ما و شما میگویند در اذان 10 جای خوف کفر است. یعنی اذان هم باید که شخصی اذان گوید که اذان را گذراندگی باشد. امروز الحمدلله که مثال هست مسجدهایی که یعنی همه مسجدها الحمدلله امروز آباد هستند، اذانهای درست میگویند. کدام شخصانی که مؤذن هستند میتوانند که نزد این مؤذنهای یعنی مسجدهای جامع آمده از اینها تعلیم گیرند و رفته در محله ها و قشلاق‌های خود اذان گویند. و الا هم اذان دهنده گناهگار است و هم قومی که اذان او را میشنوند همگی گناهگار میشوند. داملای محترم، برای مردها و زنهایی که خود را مسلمان میگویند و با زبان مادری خود حرف زدن نمیتوانند و لباس مسلمانی را یگان بار هم نپوشیدند، در همین موضوع کمی روشنی میانداخته تا که آنها میفهمیدند که مسلمانی چیست. انشاءالله ما در باب لباس هاش که صحبت داریم، علاهیده صحبت میکنیم و در باب کسانی که زبان مادری خودم نمیدانند گفتگی، یعنی اگر شاید اگان عذرهایی باشد، زبان مادری را دانستن این افتخار است. هر یک مرد تاجیک امروز الحمدلله که جمهوری ما و شما همه مؤسسه ها و زبان تاجیکی، تمامی بگیم همون کاغذهایی که حجتهایی که در هر یک کارخانه ها وجود دارد همه به زبان تاجیکی گرداندگی هستند. از این خاطر با زبان تاجیکی خودمان سخن گفتن این هم یکی از فضل ما و شما را نشان میدهد. برای همین کسانی که دیگر زبانها را مثال میدانند این هم افتخار است. من طرفدار همون جوان شخصی هستم که زبان مادری را داند. زبان از همه مهم در دنیا امروز زبان انگلیسی است. زبان انگلیسی را داند که در دنیا اولین زبانی که الحال می ایستد این زبان انگلیسی است. انگلیسی را داند. زبانهای روسی را داند. اینا زبانهایی هستند که شما در کدام دولتی که روین وقتی با زبان خود همونها صحبت میکنین شما اونجا غریب نمیشوین. اونجا شما انشاءالله باز عزتتان بلند میشود وقتی که شما با زبان خود همون مردم صحبت میکنید. داملای محترم، سوال من چنین است: اگر ملای یا شخصی از عهده نصیحت زن و فرزند خود نمیبراید، از قفای او نماز خواندن یا سخنان او را گوش کردن درست است یا نه؟ ما خود شاهدی زنده هستیم که اکثریت فرزندان و دادران و خواهران آنها به دیگر کار و بار غیر اسلامی مشغولند مگر آنها برای خودنمایانی به نماز می آیند. یعنی اگر شخصانی که صحبت آنها در زن و فرزند آنها تأثیر نمی کند این معنای او را ندارد که وی لایق ملا امامی ندارد، بلکه اگر وی نگوید یا نصیحت نکند این حالت در وی لایق ندارد که پیشوا باشد. یکی وقتی که پیشنهاد کند در برادرهای خود، در زن خود، در فرزندهای خود، لیکن اونها قبول نکنند این حالت در این ملا گناهگار نیست، بلکه از پیغمبرهای خدا هم حضرت نوح
بچهش کافر بود. هرچی دعوتش کرد این قصه قرآنی است، کنعان بچهش سخنش گوش نکرد. از این خاطر پیغمبر از پیغمبریش خط ندادن که فرزند تو چی است؟ فرزند تو کافر شده است. یا حضرت نوح را هم زنش کافره بود، حضرت لوط پیغمبر هم زنش کافره بود، سخنش گوش نمیکرد. از این خاطر این مانع نمی شود که اون کس یعنی ملا امام نباشد، بلکه حالت دوای ملا امام شدن نمیتواند که اگر سکوت اختیار کند، یعنی دادر و برادر و زن و فرزندهای خود دعوتی به اسلام نکند، این حالت دوای گناهگار است. این حالت در اصل وای مثال حق پیشوایی ندارد. دیگرها را نصیحت کند و اولاد اجداد خود نصیحت نکند. یکی وقتی سخنی را قبول نمیکنند، اینجا مسئله دیگر مسئله هست. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، ما یک گروه جوانان از ثبتهای شما سخنان تأثیر کننده شما را شنیده چنان شده ایم که 5 وقت نمازمان را در مسجد میخوانیم و رفیقان بی نماز را به نماز دعوت میکنیم. آنها با ما میگویند که تا دیروزه خود فقط گناه میکردیم، امروز ملا شدیم. شما به ما و رفیقان ما چی گفتنی هستید؟ البته این بینهایت سخن قبیح هست که ما اگر در شأن یک برادری که وای مثال ایمان میارد، وای مسجد می آید، چی در سن 20 سالگی باشد، چی در 30 سالگی باشد، چی در 40 سالگی باشد، وقتی که پروردگار وای می بخشد، پس چی در کار ما و شما اون شخص را تحقیر میکنیم؟ من با باوری کامل از روی حدیث های پیغمبر خدا به شما میگویم که رسول اکرم گفتند کدام جوان یا کدام موی سفیدی که خدا را میشناسد و از گناه های کردگیش پشیمان میشود و به مسجد می آید و سوی خدا توبه کند، خدا توبه او را قبول میکند و آن چندین سالی که وی گناه کرده است همه او را به نیکی مبدل میگرداند. ما و شما حقوق نداریم که چی خواهر باشد، چی مادر باشد، چی دادر باشد، چی رفیق ما و شما باشد، او را تحقیر کنیم که تو تا دی روزه عرق نوش بودی، تا دی روزه زیناکار بودی، تا دی روزه دیگر کارها بودی و امروز باز ملا شدی و امروز باز مسجد می آیی. اگر ما و شما ورق زنیم، حضرت عمر تا دی روزه کارت کشیدگی بود، گفت تا اگر با این کار سری رسول الله را اگر نبرم در غلاف این کار در جا نمی کنم. یکی خدا که هدایتش کرد در سن 27 سالگی ایمان آورد و با پیغمبر خدا خدمت کردند. از این خاطر این بسیار سخن قبیح است. این سخنی هست که دل برادر ما و شما را میشکند. برای همین هیچگاه ما و شما این عملها را نکنیم. این عملهای شیطانی هست. هر کسی که نباشد به درگاه خداوند بیاید، به مسجد بیاید، خداوند او را مغفرت میگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. میخواهم یک چند نفرهای هستند در اینجا در حقشون دعا کنیم و بعدا رفیق سید علی فهم در اینجا حضور دارند. به همه ما و شما معلوم است که امروز 9 سپتامبر هست، یعنی روز استقلالیت است. یک نعمت خیلی کلانی هست که خدا به ما و شما موفق گرداندگی است. برای همین یک صحبت اندکی دارند و از نام مثال حکومت به ما و شما یک تبریکات میکنن این روز عید و بعدا انشاءالله نماز میخوانیم. و همه شما گوشزد میکنم که در همین پهلوی چپ من یک عمارت میشود. انشاءالله یک عمارت میکنیم که الحال برادرای ما و شما از من هم گذشتند، یعنی در قریبی محراب نماز میخونند از دو طرف و حتی در راه ها جای نمازهای ما نمیرسد. و همینجا نیت کردیم با دستگیری این مصلحتچی هایی که در اطراف دارم، خدا برکتشون دهد، علاوه خصوص یعنی وکیل همین محله ما نکه حاجی رجب علی هستند و اینجا یک عمارت خدا خواسته باشد با دستگیری حکومت هم یک آشیانه 2 آشیانه می شود و بسیاری از سهمگزارهایی هستند که علاقه سهم گذاشتند
انشاءالله این کار خیر است. به یگان تشویش دادن شما هم انشاءالله ما را انجام میدهیم و این هم یک آبادی همین مسجد ما و شما می شود و آبادی همین شهر ما و شما می شود که زیاده از 1000 آدم انشاءالله ما در اینجا جمع میکنیم. و اینجا چند برادرها از خودجان مبلغ‌های خودشان روان کردند. اکای بابا نظر هست، بچه اکای محمد نظر از همین محله، برادرمان اکای ایشان سید اکبر هست، یه حصار است. چند بار در این مسجد ما و شما یاردم‌های خودشان روان کرده ایستادند. ایشان فضل‌الدین است از خودجان، این هم مبلغ روان کردند. و اکای شیراوگان بچه حاجی شاهین که خدمتگار همین مسجد هستند. اینها 4 نفر شده و این مبلغی خود روان کردند و گفتند که باز آینده انشاءالله کمبودی ها شد باز دستگیری میکنیم که همین ساختمان شما انجام یابد. یک برادر حاجی محمود هم از قربان شهید حقشان روان کردند و از حساب مسجد 100 سامانی به شعبه یاری اجتماعی شهر برای بیکسان خیریه کردیم که اون یک اداره هست، همون بیپرستان و بیکسان همونا را یاردم میکنن. از حساب مسجد 100 سامان کس روان کردیم. بابای پسر بابای حاجی شاهین محله کوهدامن 20 سامانی و 2 قابچه گندم در حق پدرم دعا کنیم گفته روان کردگی هستند. و بابای شیرمد هم از همین محله ما گذشتگی بودن 100 سامانی برای همین مسجد روان کردند. و این گونه یاردم ها در صندوق خیریه هم برای آبادانی. حلال ما همین تعمیر مناره را خواباندیم و گفتیم از همه مهم این است که فردا نمی باران ها می شود، برف می شود، همین مردم ما و شما بالاش پوشیده باشد، این افضلتر و بهترتر است. بعدا مناره را سال بیناش می شود، این مناره اونقدر ضرورت ندارد. و اینجا یک برادرمان 20 سامانی دادن برای ساختمان که در حکم دعا کنید گفته است. و یک برادر دیگر هم از ما بسیار طلب کردن، استا غیرت از کرمان 20 سامانی این هم روان کردن برای کشایش کار گفته. خدای مهربان دعا میکنیم که این برادرانی که از خودجان برای آبادانی این مسجد ما و شما مبلغ‌های معینی روان کردند، خدای مهربان عمرشان دراز بگرداند، تنشان خدای مهربان صحت سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید من 10 سال در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. با رسول اکرم یک جایه بودم، با او خدمت میکردم، با او آب طهارت میدادم و حبیب خدا چنان یک فعل داشت که بار هم بر من نگفت که این کار تو خوب است یا ناخوب است، این کار را درست کردی یا نادرست کردی. چی یک اخلاق نمونه داشتند. و حضرت انس میگوید لکن اکثر وقت پیغمبر خدا را گوش می انداختم، دعا میکرد. چی دعا میکرد؟ دعا میکرد
و پناه از عذاب قبر میکرد. از این خاطر من هم میخواهم پیش از آغاز صحبت از این تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پناه طلب کردن از عذاب قبر شروع کنم، زیرا که روز از روزها ما و شما وارد قبر می شویم و در قبر گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فتنه های وجود دارد